8 سال پیش که پدرم از دست دادم احساس کردم دیگه دنیا تموم شده. میدونستم هیچی مثل قبل نمیشه. انگار زندگیم خالی شده بود. راستی اسم من گلبرگه ولی قرار بود اگه پسر بشم اسمم بذارن عباس. عجیبه نه؟ خانواده‌ای ولی تو اینجا چیزایی چیشون به هیچیشون نمیاد. من چند سالی هست پیش خدمت اینجام. نمیدونم شما هم چه می‌دونم ولی میگن 12 سال پیش تو همین اتاق یه خانم 44 ساله خودکشی کرده. به همین دلیل هم از اون موقع اغلب اوقات این اتاق خالیه. راستشو بخواید به نظر من اغلب آدمایی هم که میان تو این اتاق یه جور عجیبی خالیه. خلاصه این اتاق همیشه پر از خالیه. جاش خیلی خالیه هنوزم. بابامو میگم قشنگ جاش تو دیوار زندگیم خالیه. انگار زندگی آدم شبیه دیواری باشه که پر از جاهای خالیه. هرچی هم بزرگتر میشی خالی‌تر میشی. تا مدیر نیومده سراغم بهتره برم دیگه. ولی این اتاق بدجور خالیه. امیدوارم بیشتر از این خالی نمونه. قصه اول خالی از صداقت. دلم باشه خیالم راحت هرچی میرم هست دل برم خیلی جمع درد نمیخونه فقط دیگه نمیشه دیدش آخه دانی که چیز دولت دیدار یار دیدن ولی ندیدن بهتره چه حسی داری برگشتی دبی آفت؟ این دبی دیگه دبی من نیست. همه چی تغییر کرده. با این همه ساختمونای بلند فولادی و شیشه‌ای. نقشه هر کدومم یه مکدونالد ساختن. ببین همین روزاست این برج مرمم خراب کنن جاش یه چیز دیگه بسازن. بالاخره 8 سال گذشته دیگه مدت زیادیه. ببینم ساقی ودکای منو آوردی؟ بابا چند دقیقه صبر کن اول صبح. ببین نه دیگه پشت گوش ننداز. تو میدونی که امروز چه روزیه؟ تو میدونی که من امروز چه حالی دارم؟ چه استرسی؟ بیا اینجا. چیه؟ ببین اون کامیونی سالی اون برای خیابون. او من چه میدونم من که کامیون تو حالا اصلا ندیدم. سوار اتوبوس شد. اون نبود. خب خدا رو شکر با سکه با پرتقال؟ نه فقط خالی بریز. بریز دیگه بابا دستت نلرزه. دلم خیلی واسه اینجا تنگ شده بود. چرا مثلا؟ واسه همه چیش. خاطراتی که من اینجا دارم این میز. ببین تو میدونی من چقدر روی این میز خاطره دارم؟ رو میز؟ اینجا یه آرامش دیگه ای داره. ببین شیطونه میگه کار و شهرت و پول و همه چی رو ول کنم بیا بقیه عمرم اینجا زندگی کنم دور از حیاتو. ببین من الان دیگه میتونم اینجا رو بخرم نقد و جیلینگی. به نظر من که فکر فوق‌العاده‌ایه فقط این مشکلی هست. ببین میگن 12 سال پیش یه خانم 44 ساله توی همین اتاق خودکشی کرده. اونم به خاطر شکست عشقی. ولی روحش هنوز همه جای این اتاق معلقه. این اتاق تسخیر شده است آفت. از من گفتن. به من دهنتو سق سیاه دختره گل درشت. خود دانی؟ ساعت چنده؟ 12 رو. ببین اون الان یه جایی همین جاست. داره لباسشو میپوشه. اون رتبت کنون همیشگی. هیچ تشویشی هم واسه دیدن من نداره. حالا من نگاه کن داره قلبم میره تو حلقم. مردا همشون همینن دیگه. همشون سرتای یک عروسن. ببینم تو حالا ازدواج نکردی نه؟ به اون صورت که نه ولی خب با یه انتر 6 سال زندگی میکردم. 6 سال؟
اینجا خودش یه مدت ازدواجه. خب ببینم چرا جدا شدی؟ بقیه برای چی جدا میشن؟ تفاهم نداشتی. ببینم بعد از اون موقع بازم همدیگر رو دیدی؟ فکر کنم یه بار دیدیم همو. شام رفته بودیم بیرون. خب ببینم چه حسی داشتی؟ هیچی. اصلا من دیگه حسی بهش نداشتم. البته همچین اهل سفتی هم نبوده. خب یعنی میخوای بگی من هنوز عاشق کامی ام؟ خودت چی فکر میکنی؟ نه بابا ما دیگه طلاق گرفتیم جدا شدیم. اونم دیگه بیشتر از دو جنسگرا هم جنسگراست. نه وای آره هنوز عاشقشم. هنوز بهش فکر میکنم. ببین اصلا از وقتی اینجوری شده ها یه جورایی انگار برام غیر قابل دسترس‌تر شده. ببین کاش که میدونستم راهش چیه منم همون کارو میکردم. به نظرم بذار اول ببینیش بعد تصمیم بگیر که میخوای گرایشات جنسی رو تغییر بدی یا نه. ها آفرین. ببین تو خیلی عاقلی ها. من به این قوت قلبای تو احتیاج دارم و به اون کیسه قرصا یه دونه از اون قرصای استرست به من بده. کدوم قرصای استرس دارم. ببین همونایی که شبا میری تو محله های ناجور میندازن تو ماشینت. بابا من اونا رو خیلی وقتش انداختمشون توالت، یه سیفونم روش. تاریخ مصرف همشون گذشته بود چون آفر. اون قرصا اصلا تاریخ مصرف ندارن. آره ببین اگه بخوای منو بپیچونی ها به خداوندی خدا یک بلایی به سرت بیارم حقوقتو قطع میکنم از همین امشب. ببین آفت من قسم خوردم دیگه هیچ وقت تو از اون قرصا ندارم. شیرین کاریاتو که یادته؟ من شیرین کاری زیاد کردم. آها چون آفت خونه کی بودی؟ خونه نقره‌چی. اون شب من نمیدونم اصلا یه دفعه زنه چرا قاطی کرد. من که کاری نکردم فقط رو میز جلو شوهره رقصیدم. چقدر زنا بی جنبه شدن. رو میز رقصیدی؟ آفت تو وایساده بودی داشتی با تابلوی عکس بابا بزرگ رو تانگو میرقصیدی. چقدر خوانچه توی هتل حس میکردم انرژی این تبادل انرژی استثنایی نیست. بله سلام من ساقی هستم. نه اون ساقی نه دستیار آفت جونم. میشه تو ببند؟ بله تشریف بیارید بالا اتاق 444 همون امتی رو برم. ببینم لحمش چجوری بود ها؟ عادی خون سرده پدر سوخته. وای استرس. ببین یه نصف از اون قرصا داره. ببین شوخی کردم نصف حقوقتو زیاد میکنم ها نصفشو. عشقم تو اصلا احتیاجی به این قرصا نداری. بیا نگاه به خود جلو بنداز. بابا ناسلامتی تو سلبریتی هستی این همه آدم دنبالتن. بذار کامی بیاد بالا تو رو همینطوری خوشگل و نچرال و تو طبیعی ترین حالت ببینم. تو فکر میکنی هنوز هیکل من مثل اون موقع است؟ به نظر من که خیلی خوشگلی. ببین این زن شرک شدم. چیکار کنم؟ ایوا گوشوارم یه رنگ گوشوارم چه شکلیه؟ خنگ خدا شکل عمه من. شکل اون یکیه دیگه. بگم همین جایی اینجا پیداش کجا انداخت؟ این خواننده های رپ شدن. ببین اومد توی فقط برو در رو بکن این قاطی کنه میره. آقارت رو پیدا کنم یا در رو باز؟ ببین فقط یه جوری سرشو گرم کن. چطوری سرشو گرم کنم؟ چه میدونم بخون برقص. تو که خوب بلدی لاس بزنی. حساب اونم بعداً میرسم. سلام. خوش اومدی. مرسی. من ساقی هستم. معلومه. خوشبختم. میتونم کریانتون داشته باشم؟ نه برای خودت همین یه دونه رو فقط دارم. نگران نباشید من کریان زیاد دارم. درینکی چیزی میل داری؟ آفت هم الان میادش. نه فعلا مرسی. میگم چه خوب برونزه شدیم. مرسی. تعطیلات بودیم؟ آره یه چند سالی میشه. آره آفت گفته بود شما تو جزیره یونانیه زندگی میکنی مگه نه؟ همون که 365 روز سال آفتابه. آره آفتابش از اینجا بیشتره. ببینم این طرفا کوکم پیدا میشه؟ بله پودر یا مایه؟ فکر کنم ساقی فقط اسمته. همون مایه‌اش الان میارم. اجازه بدید من براتون نه این شنبه خستم بعدا کار نمی‌کنم. خودم باز میکنم. چه انگشتر قشنگی. مرسی مال شما هم قشنگه. مرسی خیلی دوستش دارم دختر. باشه دیگه من کم کم برم به کارام برسم.
خیلی ازت کار میکشه؟ نه بابا این حرفا چی؟ مثلا دیوونه کارمم. جدی؟ بله. کاملا مشخصه. آفتم الان میادش داره با مدیر برنامه‌اش صحبت میکنه. داره خودشو برای من آماده میکنه. میشناسمش. فعلا. خوش بگذر، خوشبخت. من همینطور خوشبخت شدم. آفت پشت دری؟ من صدای نفساتم میتونم بشنوم. نه من دارم با مدیر برنامه تو هالیوود حرف میزنم عزیزم. چند لحظه صبر کنی همین الان میام باشه؟ چطوری آفت؟ سلام آفت. اما هیچی نگو، اما فقط بغل. تو چقدر خوب موندی؟ نه چین و چروکی نه چی. آره بابا آره. خوشحالم که میبینم. ببین این صحنه رو 1000 بار تو ذهنم مرور کرده بودم. چقدر خوبه که اینجوری. تا کی هستی ها؟ هستم تا 6:30 و اینا هستم. آره نه. آره از این پروازهای ارزون گرفتم با هواپیمای باری. فکر کن واه من این همه راه اومدم اینجا که تو رو ببینم. واقعا من فکر کردم با تور مطبوعاتی تو اومدی برای این سریال جدید تبلیغ کنی. خب آره حالا اونم هست. خب ببینم نهار چی؟ نهار رو که میتونیم با هم بخوریم ها؟ آره اتفاقا چند جا خوبو میشناسم. ببین فقط یونانی نباشه. بخاطر خودت میگم آخه دیگه پوکیدی از بس غذای یونانی خوردی. نه مخصوصا روغن زیتون. حالا کجا دوست داری بریم؟ اینجا رو تخت. نه منظورم اینه اینجا تو اتاق یه غذای خوب سفارش میدیم. چند تا دیگه که تو بعدم یه دیل گنده واسه شبکه HBO گوره باهاشون بدن. فکر بدی نیست. ببینم کاروبارت چطوره؟ همین سریالتو میگم. چرا پرسیدی تا حالا دیدیش؟ آره چجوری میتونی همه افکاراتو تو 2 تا کلمه خلاصه کنی؟ چرا ازش بدت بیاد؟ بعدم نمیاد. چند وقت شد حالا دیدی؟ یه قسمت. هانی 8 سال داره پخش میشه ها. خب وقت که داریم بیا بقیه‌شو برام تعریف کن. ببینم تو جزیره شما اصلا تلویزیون نگاه نمی‌کنی. اسمش چی بود؟ میکنوس؟ من چرا فکر کردم اسمش میکنوسه؟ تلویزیون که نگاه میکنیم ولی خب نه خیلی زیاد. بیشتر فوتبال نگاه میکنیم ولی روزای یکشنبه یه کارتون که از روی نمایشنامه مدا ساخته شده اونو خیلی دوست دارم. همیشه هم نگاه میکنم. ببینم نمایشنامه مدا از اون نمایشنامه‌ای که شما هیچ وقت سراغش نمیرید مگه نه؟ تو از اینکه من تئاتر کنار گذاشتم ناراحتی نه؟ من ترکاتم به خاطر همونه. عزیز من دیگه تئاتر وجود نداره. همه شده تقلید. آره صادقانه بگم من از این سریالای آبکی از اینایی که یه جوری توش داد میزنن انگار هنوز سینمای ناطق اختراع نشده. بچه 5 ساله توش یه جوری داد میزنه یه جوری حرف میزنه که انگار آدم 60 ساله است. این شده طنز. به جایی که بپردازن به رابطه بین انسان‌ها، مسائل بین کشورها، پر از طنزای حجم و سطحی. البته صادقانه بگم آفت خیلی خوشحالم میبینم انقدر پیشرفت کردی تو کارت. ولی خب امیدوارم از اینکه همه زندگی تو صرف این کار کردی راضی باشی. منظورت اینه چرا این کارو انتخاب کردم آره؟ خب صرف نظر از پولش. پولشه؟ هیچ صرف نظری هم نداره. میدونی بابت این کار چقدر من دستمزد میدم؟ واسه کمپانی خودم میسازیمش. 40% سودش. تازه حقوقم هم هر 3 سال 2 برابر افزایش پیدا میکنه. ببین الان 8 سال رأس ساعت 9 داره میره رو آنتن. حدس بزن چقدر گیرم میاد ها؟ چی بگم؟ انقدر که نتونم صفراش هم بشونم ها؟ رو بالا. ببین میدونی چند نفر تو سراسر دنیا دارن منو نگاه میکنن؟ اسمشونو که نمیخوای حدس بزنم ها؟ میخوای؟ ببین من چرا هنوز محتاج نظر مساعد تو هم؟ چیز جدیدی نیست. بودی هستی خواهی بود. آره ببین من هیچ حساسیتی ندارم. هیچ هبایی. ببین اون روزی که مردی همینجور خوابوندن دراز به دراز میام بالا سرت میگم این بوده بپوشم. همون موقعی که دارن خاکسترتو میسوزونن. خاکسترمو میسوزونن؟ آفت خاکستر که نمیسوزونن. خاکستر بقایای یه مرده سوزیه که خوب انجام شده باشه. حالا دوباره بگو. خوبه از حرف زدن من ایراد نگیرا. ناسلامتی من یک سلیبریتی ام. چجوری به خودت اجازه میدی؟ تو کلافه کننده ترین مردی هستی که تو تمام دوران زندگیم دیدم. من نمیدونم چرا نمیتونم دیگه با یکی مثل تو آشنا بشم. دلت میخواد؟ آره خیلی دلم میخواد. سلام. ببین
چه روابط عاشقانه فوق‌العاده داشتی؟ آره بد نبود، خوب بود. آره؟ خب چرا زدی یه دفعه جاده خاکی مرد حسابی؟ جاده خاکی چیه آفت؟ اصلا تصمیم آگاهانه ای نبود. چجوری برات بگم؟ اصلا ببین اینجوری بذار برات توضیح بدم. اولش مثل یه پسر بچه‌ای که نشسته پشت یه فولکس واگن درب داغون. بعد یهو به خودش میاد. قد کشیده. نشسته پشت یه پرشه قرمز جیگری که داره برق میزنه. میفهمی چی میگم؟ آره. اون وقت من چی بودم ها؟ یه پیکان جوانان 57 گوجه‌ای کینگ اسپورت لابد. آفر این چه حرفی میزنی؟ تو کلاسیک بودی، تو اوریجینال بودی. ببین آفر، به نظر من آدما میتونن با همه تفاوتاشون همدیگه رو دوست داشته باشن. اینجوری قشنگه. میفهمی چی میگم؟ آره بابا ولش کن. حالا اون منبر بیا پایین. بگو ببینم. چیزی الان مهمه. فقط یکی تو اینجایی و حالت خوبه و منم خیلی خوشحالم. چقدر سرحال به نظر میاد. آره خیلی خوبم. خیلی. جون نخو. نه. ادا یادم سر حالو در میاری. نه خوبم، دو هوا شدم. بشین آفر یه چیزی برات تعریف کنم میگی خنده. نه همینجا بشین. ببین یه کافی شاپه توی میکنوس بالای تپا پاتوقمونه. 2 هفته پیش رفته بودم اونجا. یکی از محلی‌ها اومد ازم پرسید که فیلسوف مورد علاقه یونانیت کیه. فکر کنم من چی گفتم؟ منم گفتم آموکسیسیلین. حتما همش کردن خنداره. نه بابا همشون یه مش چوپونن. فقط به علامت احترام همه چوب دستیاشون آوردن بالا اینجوری کوبیدن به هم دیگه. هیچکی قدر بامزگی تو رو نمی‌دونه. تو واقعا میخوای تا آخر عمرت تو میکی ماوس بمونی؟ چجوری بگم؟ همش بستگی داره به ادامه صحبتامون. ادامه صحبتمون؟ آره ببین. چی میخوای بگی؟ میخوام یه لطفی در حقم بکنی. آخ جون باشه بگو چه لطفی؟ لطفو بگو. درباره یه دوسته آفت. یه دوست میتونست. اونجا هم دوست پیدا کردی؟ متخصص آیین دوستیابی. ببینم تویوتا یا اینفینیتی؟ چیه میزنی؟ یه پسر ایرونیه. بچه آبادانه. اینک ریبن ابتدا با فیکس میکنه. نه بابا هنرمنده. ببین آشپزیش درجه 1. نقاشی میکنه. اصلا مجسمه درست میکنه. عروسک درست میکنه. مجسمه سازیش کار اصلیش آبستروی مدرنه. مجسمه درست میکنه آفت 5 برابر تو. ولی خب میدونی الان واقعا اصلا بازار نداره. کسی نمیفهمه این چه هنریه. ولی 30 سال دیگه آفت. ببین کی بهت گفتم مارکت پر میشه از مجسمه‌هایی. کی بهت گفتم. آها پس اومدی اینجا الان پیش فروش واسه مجسمه‌هایی که قراره 30 سال دیگه واسه من بشه پولاره. ببینم تو خیلی دستت تنگه. پس چرا موقعی داشتم پول میریختم به پات قبول نمی‌کردی؟ موقع فرق میکرد آفت. ببین من و تو یه نصف نیمه ازدواج با هم داشتیم. تو همه موفقیتت همه پیشرفت تو بعد از جدایی از من به دست آوردی. خب من هیچ وقت خودم موقع نصف ثروت تو نمیدونستم. منم همینطور. خب حالا از اون بگو. هومن؟ آره هومن؟ یه 6 سالیه با همین. خب خوبه خوشبختی؟ آره هی تقریبا. اوا تقریبا همش همین. خب آفت ازدواج ماها فرق چندانی با بقیه نداره. مگه ازدواج کردیم؟ ازدواج که چه عرض کنم یه قول و قراری با هم گذاشتیم. یه جنابی شکوندیم و یه دستی هم به هم دادیم. یه دستی هم به هم دادیم؟ خوبه دیگه. خیلی خوب. منظورت اینه که هوای هم دیگر داری آره؟ آره خیلی اون بیشتر. آها همیشه. ببین من خیلی خوشحالم. مثلا اینکه تو خوشبختی خوشحالی. امیدوارم همیشه خوشبختیتون همینجوری ادامه پیدا کنه. مرسی آفت. فقط یه مشکلی پیش اومده. اوا ببینم اون مشکلی که ما داشتیم که نیست. یعنی منظورم اینه رفته باشه با یه زنی دیگه ریخته باشه رو هم. واقعا که هممون تو دایره بی‌نهایت دنبال جنس عوضی مخالفیم. مریضه. چقدر؟ خیلی آفت. خب ببینم مریضی لعنتی که نیست. نه دکترها تشخیص دادن سرطان ریه داره. از بچگی این کوفتی رو میکشیده. آخه عزیزم اصلا خیلی جوونه. آره سن و سالی نداره. 47 سالشه همش. تعجب کردی؟ من نمونه تو اشتباه فکر می‌کردم.
یعنی میدونی خیلی وقتا من خیلی نگرانت میشم. ببین همسن و سالای ما همه مردن ها. ببینم ایدز نیست که. ایدز چیه؟ اصلا چه فرقی میکنه؟ خب ایدز رو به خاطر خودت میگم ها. حالا رفته دکتر؟ آره. خب اونا چی میگن؟ 6 بار بیشتر وقت نداره آفت. خیلی دوست داره زندگی کنه ولی یه قده به اندازه گردو سد راهش. ببین اشکالی نداره. اگه دیر نشده باشه با هم میبریمش دکتر. اصلا با خودم میبریمش لس آنجلس ها. اونجا هم دکترای خوب داره. همه یه کاری براش میکنن. حالش خوب بشه. نه آفت یه کاری از دست اون متخصصای الهی هم بر نمیاد. ببین آفت به پول نیاز دارم. ببین میخوام یه معامله‌ای باهات بکنم. خب چه معامله‌ای؟ ببین اون چکایی که هر ماه برامون میفرستی بعد فوت هومن دیگه پاس نمی‌کنم. فقط اگه بتونی این آخر عمری یه جوری از پول بی‌نیازش کنی که خوشحال باشه، دغدغه پول نداشته باشه، قول شرف میدم یه جوری از زندگیت برم بیرون که دیگه نه از من بشنوی نه از هیچ چیز دیگه. منظورم اینه که نه پول نه چیز دیگه. قول. آها میخوای براش یه ختم مجلل بگیرم بعدم دیگه تا آخر عمرم تنها چیزی که همون چکاست که من و تو رو به هم وصل می‌کنه دود بشه بره هوا. تو خیلی دستت تنگه. ببینم تو نمی‌فهمی که اون چکا فقط نقطه امید من به توئه. تو این همه سال دلم خوش بود به اون ازدواج آبکی نصفه‌نیمه برام یه رابطه‌ای بکن تخیلی مکاتبه‌ای. ببین در عوض اینا به من پیشنهاد خداحافظی نده ها. فهمیدی؟ آفت تو که منو میشناسی من بلد نیستم درخواستامو درست بیان کنم. آره تو افتضاحی. ببینم اون روزی که داشتی واسه همیشه اون آپارتمان کوچیک لعنتی رو ترک کردی یادته؟ یه لب از من گرفتی؟ نه یه ماچ یه بوس رو پیشونی من هیچی راحت و آسوده لوازم تو کیسه کردی وایسادی لای درین بوس و همه من نگاه کردی رفتی. اصلا انگار که ما 16 سال با هم زندگی کردیم. حالا اومدی نشستی اینجا داری سینه چاک میکنی واسه اون آدم تازه اربا رسیده. واقعا که خدا شانس بده. شانس. آفت من هیچ وقت نمیخواستم تو رو اذیتت کنم. واقعا متاسفم. حالا عکسشو داری من ببینم؟ آره فضول نیست اما. نه اصلا تو فضول نیستی. چقدر آدم که یعنی خندش اینا چقدر نظرم باهوش میاد. فقط تو چرا اینجا زرتت قمصوره؟ آها من تازه آنفولانزام خوب شده بود. آها گفتی این عکس رو کی گرفتی؟ 1-2 ماه پیش. خب این که داره بندری میزنه این کجا شکل سرطانی هست؟ هومنه دیگه مگه تو آبادانی‌ها رو نمیشناسی؟ تحت هر شرایطی بندری میزنن. خب ببین تو وقتی اومدی ها به نظرم همیشه یکم سرحال نبودی. نه آفت خوبه دلاشوبه. آها مال غذای دیشب بعد مدت‌ها رفتم فیشن چیپ زدم. این شکم لامصبم که نوستالژی حالیش نیست. مال همونه خوب میشم. فردای سره الان زنگ میزنم به ساقی برای دارو بیاره. ببین داروخانه متحرکه کمد آقای گوپی همه چی توش پیدا میشه. نه آفت جون نه ببین واقعیتش یکم دلشوره هومنه دارم. آره آخه تو که نمیذاری من معشوقت باشم یا زنت بذار اقلا مادرت باشم ها. آفت چرا اینقدر غلط میکنی؟ این بازیگری رو زندگی شخصیتم تاثیر گذاشته. بابا خوب بشم دو هوا شدم اصلا سرما خوردم. خب ببینم حالا چرا هومن رو برداشتی با خودت بیاری؟ ها هومن برای چی بیارم؟ من اومدم اینجا پول قرض کنم و من اومدم ولخرجی کنم که. خب اون فرشی داشتی میبردیش اینجا میبردیش میشه 4 تا متخصص بالاخره یه کاری براش میکردن دیگه. همونجا رفته بشه متخصص. ببین من این حرفا حالی نمیشم. همین الان بهش زنگ بزن بگو شده با برانکار با آمبولانس بشینه تو هواپیمای دربست پاشه بیاد اینجا. تمام هزینه‌هاشو خودم میدم. ببین اصلا از امروز به بعد همه هزینه‌هاتون با خودمه. همونجا رفته دکتر. ببین آفت هومن خوب شدنی نیست. اون میخواد تو یونان بمیره. تو میخوای کجا بمیری؟ من یه کتاب دستم باشه موقعش رسید بیام بگم وقتش. گفتی 2-3 روز پیش اومده بودی دبی.
اومده بود اینجا چیکار؟ چند تا رفیق قدیمی رو دیدم، یه چند تا کتاب خریدم و یه سری هم دارو دوا خریدم برای هومن که تو یونان پیدا نمیشه. رفته بودی پیش دکتر آره؟ ها؟ رفته بودی پیش دکتر؟ آره رفتم پیش چند تا دکتر، ازشون یه چند تا سوال پرسیدم، یه سری اطلاعات گرفتم برای اینکه به هومن کمک کنم. آره ببینم این سرفه ها مال اینه. ببینم مریض تویی؟ ها؟ مریض تویی آره؟ نه آفت چی داری میگی؟ به من دروغ نگو. مریض تویی؟ نه آفت. چرا؟ دروغ داری میگی؟ خدا لعنتت کنه آفت. هی آدمو سینچی میکنی. من اومده بودم اینجا پول بگیرم و پول گرفته بودم رفته بودم با این سوالات. خب چرا من نگفتی زودتر ها؟ برای میداشتم میبردم بدی دکتری جایی. بالاخره باید میکردم. چرا آخر اینقدر دیر گفتی؟ همه چی یه دفعه اتفاق افتاد. اولش برای خود منم غیر قابل باور بود. هر کاری کردم از هومن پنهون کنم اون بالاخره فهمید. اصلا خودت که گفتی من آدم احساسی نیستم. خب چرا اینقدر دروغ درک سر هم کردی ها؟ چرا اون بدبخت رو بردی لبه رو آوردی؟ تو اگه پول نمیخواستی واسه چی باشدی اومدی اینجا؟ داستان هومن فرق میکنه. اون یه آرتیسته. نمیدونم بعد من بتونه زندگی کنه یا نه. فقط می‌خواستم یه مستمری یه چهره‌بازی برام بذارم کنار. ببین من تو رو نمیدونم ولی من باهاش مبارزه میکنم فهمیدی؟ تو با من میای لس آنجلس. نمیتونم آقا. یعنی چی نمیتونم؟ باید بگی یه دستوره. من خیلی وقت ندارم. کلی کار دارم تو یونان بعد ردیف کنم. ببین تو از امروز به بعد تمام کاراتو با من ردیف میکنی فهمیدی یا نه؟ نمیتونم آقا. ببین اگر با من امشب تو نشی بیای لس آنجلس از مستمری و پول این یارو هیچ خبری نیست. داری منو تهدید میکنی؟ من زندانیتم؟ آره من تو از اون روزی که همدیگه رو دیدیم زندانی همدیگه فهمیدی؟ من زنگ زدم رو صبح تو به هیچ وجه هم نداری زودتر از من بمیری فهمیدی؟ هیچ وقت خیلی بورینگه. آره تازه قراره بورینگ‌ترم بشه. الان صاحبی ببین 3 تا بلیط بگی امشب برمیگردی کره ما لس آنجلس دیگه. ببین نه بوداپست رو ولش کن کنسل شد. به دکتر مرتون مزارعی زنگ بزن بگو من همین امشب میخوام باش حرف بزنم. ببین 1 ساعت دیگه خوبه. آره من نه استرس ندارم نگران نباش من اوکیم. آره خداحافظ. ببین ما باید از این حاضرهایی بگیریم که چند سال ساختنش طول میکشه. تو خیلی منضبطی تو تموم نشه نمیمیری. آفت میدونی همیشه میخواستم چی کار کنم؟ چونم بگو. همیشه میخواستم یه کاری بکنم کارستون، یه هنری، یه چیزی که از بعد من باقی بمونه. خب دوست داشتم وقتی میبینم ببینن چه آدم خوش لباسی بود. خب من میگم ما باید کارهای روزمره کنیم همون کارهایی که هیچ وقت براش وقت نداشتیم انجام بدیم. ها بگو ببینم اصلا الان چی میخوای؟ هر چی بخوای من واسط مهیا میکنم. هومن آفت من باید بیام اله قول شرف. هومن خیلی مرد خوبیه به خدا عاشقش میشی. اصلا میاد بهمون هنر یاد میده، مجسمه سازی یاد میده، آشپزی میکنه. ببین این جوده بود این جزء قول قرارمون نبود. خواهش میکنم. باشه میگه هومن بیاد اینجا. آره اصلا منم به ساقی میگم بیا 4 تایی با هم زندگی کنیم. فکر کن هممون یه جا بعد از این برنامه سودال احکام بهمون زنگ میزنن دعوتمون میکنن بعد میشونن رو موقع قطاری. بعد اولم از تو شروع میکنن میگن آقایی که همجنسگرا بودن از لب گور برگشتن ایشون هم همسرشون هستن. این آقا خانمشون رو تشویق بفرمایید خانم سابقشون ایشون هم دستیارشون هستن. ها چطوره؟ خیلی خوب فکر کن آفت یکی از این ارزشیان بیاد پشت خط بگه اون آقای هست میشه باجلاد من بشه؟ ببین به نظر من که هیچ اشکالی نداره اصلا خیلی هم نرماله تو زندگی‌های طبیعی الان به نظر من هیچ اشکالی نداره. آخه نمازی 100 سال دیگه چی میشه؟ 100 سال دیگه رو ولش کن اون موقع بیا ازم بپرس. ببینم بزنم به تخته رنگی باز شده ها یکم بهتر نیستی؟ آره بهترم آفت. همین بهتر بودن نشون نمیده ما چقدر خوشبختیم. قصه دوم
خالی از رفاقت. پزشکی درد داریم بهش به درد فانتوم که بهش درد خیال میگم، اما خیالی نیست، واقعا درد میکنه. بیمار واقعا درد میکشه ولی از جایی که دیگه نیست. دستی درد میکنه که قطع شده، انگشتی درد میکنه که جاش بین انگشتای دیگه خالیه، مثل آدم که یادش هست اما خودش نیست. سویت قشنگیه ها، نه؟ تو این 22 سال زیاد تغییر نکرده. باورم نمیشه این همون جاییه که اولی بار دعوتم کردی. ببین لاکچری ترین جایی بودش که رفته بودم. آخه من کی بودم؟ یه آدم معمولی، یه نویسنده بدبخت که اولین کتابشو گذاشته بود زیر بغلش پا شده بود اومده بود توی این شهر. تو اون موقع خیلی به من ایمان داشتی و من بابت همین همیشه ازت ممنون بودم. سرم داره کیش میشه. فکر کنم دارم مزار میرم. دست برداری بازی ها رو. سرت داره گیج میره؟ الان همچین حال و اوضاعتو به هم بریزم مثل برق از یاد بپره شروع کنیم دوباره اتاق یورتمه رفتن. سرم داره گیج میره. سارا یعنی اینقدر از من متنفری؟ نفرت از تو؟ این چه حرفیه؟ هرچی باشه من یکی که همیشه نگرانت بودم. نگران تو، سلامتیت، زندگیت. آخه اگه یه اتفاق از تو میافتاد کی میخواست سرمایه های منو مدیریت کنه ها؟ این اولین بار نیست که میبینم خیالاتی شدی ها. میتونی چند بار دیگه هم تو همین حال و اوضاع دیدمت؟ چقدر میخوای اون ویسکی لعنتی رو سر بکشی تا تمومی عقل و استعدادتو برای همیشه از دست بدی؟ فکر میکنی من الان انقدر مستم که با یه هفتیر پر آمادم اینجا تا یه تونل شرقی غربی تو اون کله پوکت وا کنم ها؟ تا کی میخوام ویسکیمو سر بکشم؟ تا ته مونده عقل و استعدادمو بگا بدم؟ جوابش اینه هرگز. چون میدونی استعداد من نابود نشدنیه. در واقع من نابودش نکردم، من صرفا استفادهش کردم. دیگه اینجوری نیست که 2 باره و 3 باره پر و لبریز بشه که مثل رود نیل سیلابش بیاد تو فصل بهار کرانه های مغز آدمو بروبه. نه، خشک شده زیر بار منتقدا و خواننده هایی که هم طالب هنر و نوشته های سطح بالا هم عاشق استقبال گسترده عوام از تب و تاب افتاده. ولی نکتهش اینجاست که قبل اینکه خشکسالی بشه من تونستم 8 کتاب واقعا معرکه بنویسم. چند تا؟ 8 تا. بلند 8 تا. آفرین 8 تا. حالا این 8 تا کتاب با پولی که خودشون در آوردن، امتیاز ساخت فیلم از روشون و نمیدونم حقوق تلویزیونیشون و تمام این ماجراها کلی پول در آورد دیگه، نه؟ بندم اومدم عاقلانه تمام این پولا رو ذره ذره جمع کردم تا بتونم آینده خودم، شوهر سابقم، شوهر سابقترم و تخم سگاشون که در واقع میشن تخم ترکه خودم رو تأمین کنم. تا اینکه دیروز لابلای نامه هم یه صورت حساب پیدا کردم با مهر قرمز آخرین اخطار. اصلا قصاب محل بود. خیلی تشکر کرده بودن که اونا رو برای خدماتشون انتخاب کردم. خیلی هم امیدوار بودن که من از خدماتشون راضی بوده باشم، ولی این رو هم اشاره کرده بودن که جناب عالی 4 ماهه که پولشون رو نداد. یعنی اینکه از تمام اون پولایی که من جمع کردم الان هیچ انی باقی نمونده، بگو یه قطره. نتیجتا من الان این به یه برشکسته گفتیم و وقتی بهش فکر میکنم و ببین بدجوری مغزم رو بگاه میده. ببین خب من میفهمم که چرا باید مغزت بگاه بره، ولی بذار حرف بزنم و واسه قضیه روشن کنم. باشه حرف بزنیم. حرف بزن. باشه بشین برام تعریف کن. بگو روشنش کن. بگو چی شده که از تمام اون پولایی که من از روی محافظه کاری ذره ذره جمع کردم و در اختیار رفیق قدیمی ماری فاخر قرار دادم تا برام سرمایه گذاری کنه، چجوری الان هیچیش باقی نمونده؟ سارا اینا همش زرازیان کاغذی هم. زرازیان کاغذی هم؟
پول منم رو کاغذ چاپ شده دیگه، حساب منم رو کاغذ چاپ شده. رو اون کاغذ لعنتی الان نوشته که کل دارایی من 8 تا دونه صفره که هیچ عدد تخمه‌ای جلوش نیست. خب چرا از آقای شفرت نپرسیدی؟ اون مسئول حسابای روزانه تو، اون بهت میگه. اتفاقا از آقای شفرت هم پرسیدم. آقای شفرت گفتن حساب شما؟ اونا که خانم فاخر هفته پیش بستن. گفتم کل حسابو؟ گفت بله امضای خودتون پاش بود، مگه نمیخواستین؟ در صورتی که دست و پام داشت میلرزید گفتم آره خودم میخواستم. همون موقع خون تو تمام رگام داشت به قلقل میافتاد. آها بذار بهت بگم، من پولای تو رو سرمایه گذاری کردم توی صندوق، توی هلدینگ بزرگ آلمانی. یعنی امضای منو جلب کردی؟ نه، من وکالتنامه تو داشتم، نمیخواستم همچین موقعیت اوکازیونو از دست بدی. پس یعنی الان پولای من توی هلدینگ آلمانی سرمایه گذاری شده؟ میشه؟ یعنی تاییدیه‌شونو که بگیرم میشه. مگه پولاتو به من نسپردی؟ دیگه چی کار به این کارا داری؟ اصلا واسه همینم هست که ما با هم جلسات فصلی داریم دیگه، درسته؟ بله ما 4 بار در سال تو دفتر جناب عالی همدیگه رو ملاقات میکنیم با جدول، نمودار، آمار، کامپیوتر، تابلونامه، شراکت، فنال، نمیدونم کوف، زهرمار، همه چی. و شما تمام این اطلاعات فنی رو میای با اصطلاحات مالی که هیچ کسخلی ازش سر در نمیاره برای من توضیح میدی. درشم میگه متوجه میشی چی میگم؟ من میگم بله متوجه میشم چی میگی. میدونی چرا؟ چون تنها چیزی که از حرفات میفهمیدم همین متوجه میشی چی میگم بود. من هیچ وقت متوجه نشدم چی میگی، هیچ وقت متوجه نخواهم شد، نمیخوامم که متوجه بشم. ببین حتی اگه یه روزی بیاد که من متوجه بشم، از اینکه متوجه شدم از خودم متنفر میشم. اینا کار کاسبی من نیستا، کار کاسبی توه دیوس. کار کاسبی من اینه که کتاب بنویسم، کار جناب عالی اینه که پولای منو بگیری، یه کاری کنی که کار کاسبی جفتمون رو رونق بده. وظیفه من اینه که به جناب عالی اعتماد کنم، وظیفه شما اینه که به اعتماد من احترام بذاری. درسته؟ ولی یه جایی توی این اعتماد یه شکاف افتاده و همین شکاف الان باعث میشه که شما لحظه به لحظه به موقع مرگت نزدیک به لحظه اعدامت، به لحظه بگاه رفتنت. سارا ما الان 20 ساله که با هم رفیقیم، یعنی این برات مهم نیست اصلا؟ 20 سال که برام عزیزم، واقعا اصلا تاج روی سر من. فقط مشکل اینجاست که توی اون یه روز و نیم آخرش برام تبدیل به یه تیکه گنده گوه شدی. تو پولامو دزدیدی نه؟ نه اصلا ابدا، من قرض گرفتم. قرض گرفتی؟ آها بگو خب. پس این یه وامه. یعنی من الان هیچ کوفی ندارم پول قسطابو بدم، چون تا دینار آخری که داشتم رو به جناب عالی قرض دادم. چه دوست خوبی بودم خودم نمیدونستم. فقط حالا با توجه به اینکه بنده از این قرض دادن خبر نداشتم، کار شما دزدی به حساب نمیاد؟ شاید از نظر لغوی یا فن معنا شناختی شاید. لغوی و معنا شناختی چه کسچریه؟ پولا رو دزدیدی. چرا این کارو کردی؟ از روی حسادت. چون من توی مراقبت از پولای بقیه خیلی مهارت دارم، اما واسه خودم نه. من واسه همه مشتریام کلی درآمد درست میکنم، چون کاری نداره. افزایش یه ثروت 10-20 میلیون دلاری که کار سختی نیست. حالا شاید بپرسی این پولای گنده کجا؟ من بهت میگم تو همین باشگاه‌های خصوصی. منظورم باشگاه ثروتمنداست. عضویت تو این باشگاه که تشریفاتی نمیخواد. اون پولای تو حسابته که معرف توه. نشستن اونجا و عین بازی شطرنج میمونه. نشستن و دارن این مهرهای سرباز و اسب و وزیراشون رو مثلا جا به جا و کنترل میکنن. این استادای اعظم هیچ وقت هم پولی از دست نمیدن. سارا، قدرت ثروت خیلی وسوسه کننده است. منم میخواستم یکم از این قدرت بچشم. منم میخواستم با اونا دمخور بشم که شاید سری تو سرا درارم. تا اینکه یه روزی به خودم اومدم دیدم منم یکی مثل اونا. لباسایی رو میپوشم که اونا میپوشن، رستورانایی رو میرم که اونا میرن.
ندیده بودم؟ تو خوابت هم نمیدیدی. سر تا سر دیواراش پر بود از تابلوهای نقاشی گرون. تو همون خونه واسه دخترم یه تولد گرفتم که کورکو برپا ریخته بود. بعد اون تولد 16 تا از فک و فامیل و دوستا رو بردم یه کروز لاکچری تمام جزایر یونان رو گشت. هنوزم دارم قصه اون کروز لعنتی رو میدم. همون جا بود که بدهیام زد بالا. شروع کردم ریسکای خرکی کردن. کارایی رو میکردم که واسه پولدارترین مشتریام هم نمیکردم. رفتم برادوی سرمایه گذار یه تئاتری شدن که قرار بود یه ستاره اسم و رسمداری توش بازی کنه. تئاتر نفروخت و دست از پا راستر برگشتم دبی. اومدم دبی تهیه کننده یه فیلمی شدم که قرار بود 2 تا برادر ایرانی کارگردانیش کنن. پولامو خوردن و یه آبم روش. بدهیام بیشتر شده بود. داغون شده بودم. نمیدونستم چیکار کنم. مونده بودم. گفتم چیکار کنم چیکار نکنم. گفتم آقا میتونم از مشتریام قرض بگیرم و جایگزین پولای خودشون کنم بدون اینکه بفهمن. سارا یه 10 روز به من مهلت بده، من این پولای تو رو برمیگردونم بهت. اصلا اگه برنگردونم منو تحویل دادگاه بده. اصلا واسه یه کسی مثل من آبروزی در ملعقام که خیلی مجازات سنگین‌تریه تا اینکه بخوای یه گلوله تو سر لعنتی من شلیک کنی. ها؟ بمیرم واسه گرفتاریت واقعا. چقدر تو بدبخت. خیلی دلم برات سوخت. ولی میدونی از چی بیشتر دلم میسوزه؟ اصلا نمیدونم تا کجام میسوزه. چی؟ اینکه منو به اون کشتی یونانی دعوت نکرد. بابا میومدی حوصلت سر میرفت. اون اصلا از قماش تو نیستن که. من دقیقا فقط از قماشون کسخلایی هستم که خرج تعطیلات این مردم رو میدن. ببین مثلا حرفم راجع به اون 20 سال رفاقت پس میگی. عفو به ما سبق میکنم میگم به اندازه تک تک ثانیه‌اش حالم ازت به هم میخوره. سارا دوست عزیز من چی میخوای از دهن من در بیاد؟ واقعا شرمنده. آره شرمنده که اصلا از سر و روت داره میگه. یه چیزی به من بگو. جان چی؟ از چند نفر ما دزدی کردی؟ نصفمون؟ 10 نفر؟ 5 نفر؟ چند نفر ماری؟ فقط از تو. فقط از تو. فقط از من. فقط از من. فقط از من. ببین تفنگ چیه حرم زاده با همین چنگال میوه خوری جرت میدم. چرا این کارو کردی؟ من به تو اعتماد کرده بودم. چون تو هیچ وقت سوال نمی‌کردی. چون مشتریان اگه پولدار شده بودن همیشه سوال می‌کردن. یه عدد یه ممیز این ور اون شد می‌فهمیدن. اونا این اوقات پولاشون بودن. اما تو چی؟ من 2 ماه تمام وقت داشتم که اون پولا رو از بین پاهات اون تخم‌ها رو از بین پاهات منظورم اون تخم‌ها رو از بین لوله‌هات بکشم بیرون. تو هیچ چی نمی‌فهمیدی. سارا سرقت 2 طرف داره. یکی میگیره یکی هم میده. چقدر تو پررویی. چیزی ازش باقی مونده؟ نه. یه کوفتی، یه چیزی که یه گوشه گذاشتی یادت رفته باشه. یکم فکر کن. نه تهشو رو بردم. تمام اون 2,100,000 دلار رو. 2,612,000 دلار. تو حتی نمیدونی چقدر پول داشتی. حتی بچه 4 ساله منم میتونه پول تو بده. نکنه بچه 4 سالت هم مامان اینترن استخدام کردی داری بهش آموزش میدی ها؟ واقعا دیگه لحظه مرگ رسیده. باشو ببینم. بشی اینجا. تو نمیتونی در بری. تو نمیتونی قصر در بری. اون یارو که بود عباس بود گلبر بود که بود اون تو رو دیده. اون حتی صندوقدار هتل تو رو دیده که پشت سر من بودی. تو نمیتونی قصر در بری. من نمیخوام از چیزی در برم. من چیزی واسه از دست دادن ندارم لعنتی. نه استعداد
دارم میرم. اونجا یه خرگول آرژانتینی میخواد 51% سهام یکی از مشتریای منو بخره، سهام یه شرکت بزرگی رو. این صاحب شرکت موافق نیست ولی هیئت مدیره موافقن. خب بعد قرار شد که منم برم با اینا مذاکره کنم و این معامله رو جوش بدم. خب اگه این معامله جوش بخوره دقیقاً 2 میلیون دلار دست منو میگیره. اونجوری میتونم بخش زیادی از بدهیاتو بهت برگردونم. بذار من برم این معامله لعنتی رو جوش بدم که پولتو برگردونم. میفهمی؟ بلیطت باهاته؟ آره. بجون دیگه. بیا. آره دیگه. یه طرف هست. اصلا این مهمترین بخش ماجراست. این یارو خرگول آرژانتینیه، اسمش چیه؟ آقای دگاتو گفتش که تو اگه بتونی این معامله رو جوش بدی من با جت اختصاصی تو رو برمیگردونم اینجا. تو هم که میدونی من اصلا آدم صرفه‌جویی نیستم که اصلا با این اعتماد به نفس که میتونم معامله لعنتی رو جوش بدم میخوام پامو بذارم تو دفترش. گفتم خب باشه من بلیط یه طرفه میگیرم میام این معامله رو جوش میدم با جت این یارو برمیگردم دیگه. اصلا باید یه طرفه باشه. اگه این اعتماد به نفس من نداشتم که اصلا روزگارم سیاه بود که. اوکی. این چیزایی که داری میگی یکم مثبت به نظر میاد. مطمئنی میتونی این کارو بکنی؟ 100% میتونم. مطمئنی دیگه؟ اصلا معلومه که میتونم. اوکی. باشه. اوکی. فقط یه چیزی هستش که هنوز پس ذهنمه. چی؟ اینکه من یه کلمه از این کدشرایی که الان تفسیری رو باور نمی‌کنم. آقای دیگات اسم آرایشگرت احتمالاً اولین اسمی بودش که اصلا به ذهنت خطور کرد. اگه هم از این معامله به تو 2 میلیون دلار برسه، معامله حداقل 100 میلیون دلار ارزش داشته باشه، درسته؟ اون وقت شرکت چرا باید جنابالی رو بفرسته اونجا؟ اونم با بلیط هواپیمای درجه 2. بعد یه لشکر از وکیلای کله گنده رو بفرسته دیگه. ببین، من شاید از بیزینس های اقتصاد این چرت و پرتا سر در نیارم، ولی داستان خودشم تا بشنوم میتونم تشخیص بدم. سارا، داستانم واقعیه، به جون خانواده‌ام قسم. الان میگم چرا واقعی نیست. آقای شرکت که بهم گفت حسابمو وسیع، یه زمین خطر تو کل وجودم به صدا در اومد. سر همین امروز ساعت 7 صبح تشریف آوردم جلوی خونه شیک و پیکت. 30-40 متر تو سایه پشت فرمون با یه روزنامه نشستم منتظر تا لشتو بیاری بیرون. طرفای 9 بود که سر کله با همون کیف 20 صاحب پیدا شد. شوهرت هم دنباله. یه مکالمه بین تو شکل بشی تو این مایا که شام دیر نکنی چون خانواده‌تون دارن میان پیشتون مهمونی. و این به نظرم عجیب‌ترین مکالمه‌ای بودش که بین یک زوج میتونست اتفاق بیفته وقتی زن خانواده همون روز داره میره آرژانتین. مگه که تو به شوهرت در مورد سفر چیزی نگفته باشی دیگه. البته میدونی که من توی روابط زناشویی مردم دخالت نمی‌کنم، من ربطی نداره. ولی پاشدی رفتی تا داونتاون، منم دنبالت. رفتی توی یه بانکی 20 دقیقه بعد با همون کیف 20 صاحب که الان عدد سنگین‌تر به نظر میرسه تشریفتو آوردی بیرون. بعد رفتی سمت فرودگاه، رفتی توی فرودگاه سمت باجه بلیط‌های دسته 2 کیفاتو و بلیطتو داری تا بررسی کنن. احتمالاً الان ساکات دارن از روی اقیانوس پرواز میکنن تا برسن. همون موقع بود که با هفتیرم بهت خونم سرم. الان چی داری برام حرف بدی؟ هیچی ندارم. اصلا از همه این حرفا خستم. از همه این دروغا. آره. پولتون رو من بالا کشیدم. همه اون داستانم پرت و پلا بود. ولی یه چیزی واقعیه. یه چیزی واقعیه. اینکه ما ایرانی‌ها هممون دستمون تو جیب هم دیگه است. اصلا این بخشی از سیستم اقتصادی ماه. منم یکی اینه بقیه. تو کیفت چی داری؟ تو کیفم؟ این هم پول که به سختی جورش کردم. یه 65 تایی میشه، 65,000 دلار. میتونیم با هم تقسیمش کنیم ها؟ خیلی بامزه ای. بعدش کن بیاد. کیفم؟ بودو! 65,000. آره تو گفتی منم باور کردم. خب این چیزی که من دارم اینجا میبینم واقعا نزدیک 300,000 تایی باید باشه. یعنی فکر کنم دیگه رابطه با اعداد ارقام اونقدر خوب نیست ها. نزدیک 500 تاست. 500 تا. ببین عملاً داری ثانیه به ثانیه توی اون لجنزاری که خودت درست کردید بیشتر. ولی بذار یه چیز جالب برات تعریف کنم. این موقعی که شروع کردی چرت و پرتا در مورد آقای دیگاتو و اینا
حرف دادن تا تهشو خوندم همون لحظه اول. این باعث شد که بفهمین استعداد نویسندگی اونقدری هم که فکر میکنم به گاه نرفته. ببینین آتش زیر خاکستر داره رو به سردی میره ها، ولی انگاری یه بادی چیزی بهش بزنه درست میشه. دارم فکر میکنم که شاید من اگه یعنی انقدر توی این شهر بودم راجع به این آدما و روابطشون اینجور چیزا نوشتم، شاید همین باعث شده که دیگه خلاقیتم کار نکنه. انگاری که من به یه آب و هوای جدیدی، یه محیط جدیدی، یه همچین چیزی نیاز دارم. من میرم آرژانتین. پاسپورتت بده. پاسپورت من؟ پاسپورت من که نمیتونی جایی بری. پاسپورت تو رو نمیخوام من باهاش جایی برم. خودم پاسپورت دارم. تو جایی نمیگه ها. چون کلی کار هست که باید اینجا انجام بدی. چه کاری؟ چه کاری؟ آها، مثلا اینکه باید مثل خر کار کنی، بقیه پولمو بهم پس بدی. ما چیکار میکنی؟ چکشو واسم میفرستی. یکی از این چک‌ها عقب بیفته، یه نامه سفارشی زده میشه به اداره مالیات و پلیس تا بیان دفتر دستک مخصوصا حسابای بنده رو چیکار کنن؟ چک کنن. باورت نمیشه، احساس کنم 10 سال جوان‌تر شدم. تو هم حواست باشه که اون 10 سال رو تو هدفتونی مجبور نشی بمونی. فکر کنم دیگه واقعا یه بیزینس وومن واقعی شدم. بیرونم آنجا. بیش. خیلی زرنگیه. خالیه. این حالت روی صورتت. تو با منو به اون کشتی یونانی دعوت میکردی. قصه سوم خالی از عشق. البته کلامی درستی نیست. وقتی من داره که تو این خواب خیلی هم داشته باش. این همه وقت با اومد. یه حسن نکردی بریمیز. بعد از این همه چطور؟ کشم من داشتم یه بار دیگه باید خرس بزن. اما این خشمم سوزش کرده. از کلامی که بلدی طوریه که خواب کنی که من لاد بشم و نتونم گریه کنم. من خیلی خسته شدم. مجبور بودی امروز اینا رو بپوشی؟ اومدم اینجا رو باش 14 سالگرد ازدواجم باش. سلام سان. 1 ساعت و نیم زیر دست این دندون پزشک لعنتی بودم. چه احساسی داری؟ سرم داره میتره. بس که شبای مزخرف داشت تعریف می‌کرد. این اتاق یادت میاد؟ میشه صدای لامصب قطع کنی؟ چهاررویه کنارش قرار ملاقات دارم. خب چی شده؟ یه پام از اون یکی کوتاه‌تر. یه عمر اینجوریه. تازه متوجه شدی؟ دست بابا من زنش باید سر بردارم. سالگرد ازدواجمونم مبارک باشه. چی؟ مگه امروز 17 می نیست؟ خب الان 14 سال با هم ازدواج کردیم. جدی میفرمایین؟ ما 14 سال پیش همچین روزی با هم ازدواج نکردیم؟ نه. 14 سال پیش با هم ازدواج نکردیم؟ نه. با هم ازدواج نکردیم. فردا سالگرد ازدواجمونه. الان 13 ساله که ازدواج کردیم. مطمئنی؟ یعنی چی که مطمئنی؟ معلوم مطمئنم. من میدونم سالگرد ازدواجمون که 18 می. الان 13 سال ازدواج کردیم. اصلا تو چجوری میتونی همچین اشتباهی بکنی؟ حالا همچین اشتباه بزرگی هم نکردم که برای که کادو نگرفتم. ولی مطمئنی امروز نبود؟
ما 18 می 2011 ازدواج کردیم. پس درست گفتم. میشه 14 سال. 2011 تا 2024 میشه 13 سال. پس اشتباه گفتم. ریاضیم هیچ وقت خوب نه. ریاضی میفهمی نداری. ریاضی چیه؟ این اصلا با عمر آدمه. اصلا ببینم تو چند سالته؟ چی؟ یه سوال ساده کردم. تو چند سالته؟ نمیخوام جواب بدم. باورم نمیشه. تو نمیدونی چند سالته. میدونم ولی تو دست با کم میکنی. قلبت اگه اشتباه گفتم بد نکنی بری یا این سپتامبر که بیاد میرم تو 39. درست گفتم؟ نه ولی نزدیک بود. نمیرم تو 39. نه این سپتامبر امسال میری توی 38 سالگی. من اصلا موندم تو چجوری ممکنه همچین اشتباه مسخره بکنی؟ تو جمع زدن هم بلد نیستی؟ حالا نمیخواد مثل بچه‌ها باهم حرف بزنی. هرچی نباشه من یه زن 38 سالم. خب میدونی چی ارث آدمو در میاره؟ تو کلا اشتباه کردنت هم از اون بر غلطه. اصلا چرا به جایی که خودتو پیرتر کنی خودتو جوان‌تر نمی‌کنی؟ کاری که همه زنای دیگه میکنن. خب بیا 37 سالمه. حالا نظرت راجع به من چیه؟ کلی کار دارم. فردا ساعت 8 صبح میقراره کار خیلی مهم دارم. برو بابا چقدر یوبسی. بنظرم خیلی بامزه بود که نمیدونستم چند سالمه. یوبس چیه بابا مغزم از کار افتاده. صبح تا 5 تا برای کاری خیلی مهم داشتم. 4 تا دندون رو کش کردم خیلی اوه خدا. چشمای منو ببین. چقدر قرمزه. تو چرا چی نمیگی؟ چیزی نیست. یکم قرمزه ولی نه خیلی. این یکم قرمزه؟ تو اصلا توی سفیده میبینی؟ قطعا رفتی که فهم بده. مال کار زیاده. توی این ماه 2 شبم خونه نبودی. این یه مورد درست گفتی خدا وکیل. این دوای دردم چیه؟ یه مسافرت کاری برم تایلند. هر روز ماساژ و خواب. خب بیا خودمون 2 هفته‌ای بریم تایلند. خیلی وقت هم چی کاری نکردیم. خوشه بابا. اصلا معلوم نیست چته. من قطعا خودم میرسم. میریزم برات بابا. این آخری تنها باری که نگاه میکنی همین وقت داره قطره ریختنه. تو که همیشه میری تو چشم من. واقعا؟ قطعا رو بریز. واسه تعریف کردم دم آخری من کلا سرم شلوغه. ببین 8 ماه دارم روی این قرارداد کار میکنم. 2 تا از رؤسای موافقم. سرما میخورن همه چی میفته گردن من. بدبختی دارم خدا وکیلیا. چیکار داری میکنی تو؟ چی شد؟ اوزدی چشمو کور کردی. ببخشید ولی تو هم سرتو چرخوندی. او چرخوندم چون داشتی تخم چشمو سوراخ میکردی. نه نتمه شیطون. خب حالا بابا چیزی نشده که معذرت میخوام. وای قرار بود با اون چشم علت در بیارن ازشون نمیذاشتن قطع چکون. میذاشتن چش درار سنبه. چه میدونم. خودم میریزم. یعنی دیگه امشب نمیشه با هم خوب باشیم؟ اصلا من نمیدونم. اصلا امشب اینجا اومدنمون یه چه سیغه‌ای. ضربه به تخم چشم چه ربطی به اینجا اومدنمون داره؟ برای اینکه اومدنم کار احمقانه‌ای بود. ربطش اینه. امشب کلی کار دارم. موقع نمیتونم اینجوری تمرکز کنم. خب بالاخره امشب باید یه جایی میموندیم دیگه. نقاشه گفت 1-2 شب طول میکشه تا دیوار خشک بشن. خب میذاشتی برای یه موقع دیگه نمیبینیم وقت سال چقدر سرم شلوغه؟ بله ولی سر نقاشا خیلی شلوغ نیست. چند وقت دیگه وقت سرخاروندن هم نداره. خب چرا قبلش ازم نپرسیدی حداقل؟ ندیدمت که بپرسم ولی نقاشو دیدم. از ما چی میپرسیدی؟ پرسیدم اونا گفت برو دیوار رو رنگ کن. اصلا خرت و پرتای من آوردی؟ مسواک، پیژامه. پیژامه تو نه ولی مسواک تو آورد. پیژاممو یادت رفت. یادم نرفت. نیاوردم. چرا؟ با اینکه اینجا اتاق 444 فکر نمی‌کردم امشبم پیژامتو بخواد. واقعا باورم نمیشه. توی چمدون مثلا ساده‌ام بلد نیست. ببین فقط امشب یه کاری کن. من به حد کافی اعصابم خورده. یعنی کافیه تق به توقی بخوره کارم به تیمارستان میکشه. چی میشد اینجا حداقل یه مارتینی دوبل خنک فرد اعلی. خب چرا یه مارتینی دوبل خنک فرد اعلی نمیگیری؟ شوخی میکنی؟ نمیدونی یه مارتینی دوبل خنک فرد اعلی چقدر کالری داره؟ نمیدونم 4-5 میلیون. با تو
که بعض مزاجی منو میشناسی. من یه مارتینی بخورم زرتین پاکو پهلو میرزه بیرون. قبلا مارتینی که میخوردی سکسی میشدی. الانش هم هستم، فقط باید یه ذره حواسم به وزنم باشه، میدونی؟ ولی من تو پل بشی بیشتر دوست دارم. منظورتو نمیفهمم. منظورم اینه دوست دارم اضافه وزن داشته باشی. بله، مثل بازیگرای تلویزیون میمونی. ولی به نظر بر مردی به سن و سال تو غیر طبیعیه. آدم تو این سن باید یکم پک و پهلوش آویزون باشه. واقعا متاسفم که ناامید شدی. ناامید نشدم، اذیت. ببینم تو فکر کردی با سوخت و سازی که بدن من داره خیلی راحته برام وزنم پایین نگه دارم؟ فکر می‌کنی خیلی دلم میخواد برام تو مهمونی بشینم بغل دست اونایی که ماکارونی میخورم و ته‌دیگ سیب زمینی. اون وقت خودم اینو ببعی سالاد کباب بخورم؟ آفرین به این اراده. این شکنجه رو دارم تحمل میکنم که وزنمو ثابت نگه دارم. برای دور کمرت هیچی به جز تحصیل ندارم که نثار تو. ای تو انگار دوست داری من اضافه وزن داشته باشم ها. همه ما کی سلیقگی داری؟ میشه کلا این بحث رو تمامش کنی؟ چرا نمیشه؟ مرسی. برو بسن. چرا خوشت میاد من اضافه وزن داشته باشم؟ هنوز داریم همون بحثو میکنیم. اولش اصلا داشتم چیکار میکردم؟ داشتی از خودت تعریف میکردی. ببین فقط یه چیز دیگه هم کلا بحث رو تمامش کنیم دیگه. من هر هفته تو باشگاه حداقل 3-4 روز تو هفته مردایی رو میبینم که با ایشالای پف کرده دارن هن و هن عرق میریزن به خاطر اون چند گرم اضافه وزنی که مال پرخوری شب دیشبشونه اون آبش کنم. ببین از نظر تو شاید شق القمر نباشه ولی من الان واقعا 6 سال وزنم همینه. 77. عین من. حال که فهمیدی چرا دوست دارم اضافه وزن داشته باشی میشه بحث رو تموم کنیم؟ ببین شهر کلا بیا بگو مگو رو بذاریم کنار. من که حرفی ندارم. من یعنی اصلا بیا آشتی کنیم. باشه کی اول بیاد؟ ببین شراره؟ بله. بلش کن باشه واسه وقت. مرد حسابی تو حتی این اتاقم یادت نمیاد. چی؟ من شاید ندونم چند سالمه ولی میدونم شب اول ماه عسلم و تو اتاق 444 هتل پلازا گذروندم. الان شک ندارم که این اتاق همون اتاقه. بابتش کلی به پادوی هتل انعام دادم. این اتاقو میگی؟ بله. صبر کن. فکر کنم خودش بود ولی یه چیزی اون اتاق رنگش آبی نبود. آبی رنگ خودت بود. اون موقع تو نیروی دریایی کار میکرد. اینجا تمش بنفش بود. نه بابا فکر کنم داری اشتباه میکنی. اتاق رنگش آبی بود. با یه معسل دیگه اشتباه گرفت. یادته شما اینجا تو اتاق خوردیم؟ نه. در واقع تو رخت خواب. یادته چی خوردیم شام؟ شام 13 سال پیش. من یادمه تو هم یادت میاد. حدس بزن. شاید من یادم نمیاد. یه دقیقه بهش فکر کن یادت میاد. فکر کردم یادم نمیاد. یه بطری شامپاین با یه سینی مزه به ما یه ساردینم دست نزدیم گذاشتیم تو کشو پاتختی. من یادم نمیاد بابا بدم. ما از اون زوجه مزخرفی نه؟ چی؟ آره از اون زوجه مزخرفی. منم همینو گفتم. اولین چیزی که امشب روش توافق داشتیم. ببین شرار اینو جدا حمله بر بیادبی نکن. من امشب واقعا کار دارم. باید به این قراردادا برسم. خب برای که تعریف کردم این دم آخری سیر و والتر سرما خوردم. این دیگه کیه؟ کیه؟ پادوی هتل دیگه. سلام خانم. واسهتون آب آوردم. الان غذا هم میارم. شامپاین چی؟ شامپاین هم داشتی؟ شامپاین؟ درست میگید. مثل اینکه فراموش کردن. من که شامپاین نمیتونم بخورم. میبینی که کار دارم. توی بطری شامپاین میخوای چی کار؟
سالگرد ازدواج. آخه امشب سالگرد ازدواجمونه. مبارک باشه. ممنونم. امروز یا فردا 13 یا 14 سالگرد ازدواجم. خب میخواین اول شامپاین رو بیارم؟ با اینکه من 38 سالمه ولی هنوز بچه نداریم. آخه بچه دار شدن یکم برامون سخته. البته اگه نمیخوای میتونم شامپاین از صورت حساب خط بزنم. بله شامپاین خط بزنی خانم. شامپاین نیاز نداره. من شامپاین میخوام، خط نزنی. یه بطری شامپاین با یه دونه گیلاس. بله خانم الان براتون میارم. ببینم تو چرا حرفای خصوصیمون رو بین اون میگی؟ الان به یه پادوی هتل چه ربطی داره ما سالگرد ازدواجمونه؟ اصلا چرا بهش میگی 38 سالته؟ چی بگم؟ دروغ بگم؟ آره از این بعد کلا دروغ میگی. از این بعد به همه میگی 32 سالته. وقتی 2 سال دیگه 40 سالم میشه اگه به مردم بگم 32 سالمه یه جور دیگه بهم توجه میکنن. نه فقط خودتو پیر کن. من از پیر شدن ترسی ندارم. شطوری که دم خونه همه خوابیده. سراغ خودت تو هم اومده. الان 43 سالته. خب فرق من تو همینه دیگه. من که اصلا 43 سالگی رو کلا قبول ندارم. برای من سن یه عدده. میدونی من کلا پیر شدن رو قبول ندارم. خوش به حاله. تو قبرستون از همه جوون‌تری. حتی نمیتونیم 2 کلمه حرف عادی با هم بزنیم. قبول کن چند سالته تا بتونیم 2 کلمه حرف عادی بزنیم. بیا دیگه. بیا وگرنه به پادو میگم از 20 سالگی کشر شدی ها. سلام خانم سختی‌تر. سلام خانم کیانی. امیدوارم مزاحمتون نشده باشم. نه اصلا بفرمایید تو. نشسته بودیم با آقای کیانی گل میگفتیم و گل میشنافتیم. از این جور سرزده اومدن متنفرم. اما خب مداری که هست که نیاز آقای کیانی هر چه سریعتر امضاشون کنم. سام بیا خانم سختی‌تر اومدن. شما که نخوردی. اگه نخوردی میشه ما برمونیم. متشکرم شما نمیخورم. نمیخوری هیچ وقت؟ من معمولاً یک صبحانه مفصل میخورم با یه ناهار مختصر. برای قبل خوابم یه چیز سبک. کارم طوری که معمولاً تا دیر وقت بیدارم. دیگه باید برنامه غذاییمو طبق اون تنظیم کنم. میدونم چی میگی. سام هم خیلی وقت شامشو نمیخوره. من مجبورم تنهایی شام بخورم. سلام بالاخره رسید؟ بله تازه رسیده. همه چیز آماده امضاست. قهوه چی؟ برای اونم اشتها نداری؟ اگه یه قهوه تلخ باشه خوبه. سام تو چی؟ تو قهوه نمیخوری؟ نه خیر. پس شد یه قهوه تلخ و یه نخیر تلخ. میگم واسه چی اینجوری تنظیمش کردن؟ آره مربوط به اشتباهیه که تو جدول دفاتر سینسیناتی اتفاق افتاده بوده. حالا توی 1400 تا به چشم نمیاد ولی من دوباره با پرونده‌های خودم بررسیش کردم درستش رو به دست آوردم. الان اینجا اگه نگاه کنی نمودار 17 بی رو شما 325,000 در نظر بگیریم 17 رو هم کلا ایگنورش کنیم. خامه شکر چی؟ نه متشکرم. کامپیوترهای آی بی ام دیگه متوجه این اشتباه میشدن. آره ولی نشدن. ظاهرا خوب برنامه‌ریزی نشده بودن. نه یعنی بدون خامه بدون شکر یا بدون خامه با شکر؟ بدون خامه بدون شکر. میگم توی مورد با پرسه صحبت نکردی؟ آره صحبت. کیک و شیرینیش اینجا کیک و شیرینیش خیلی خوبه ها. متشکرم نمیخورم. باهاش صحبت کردم گفته که این دومین باریه که توی یه ماه گذشته همچین اتفاقی میفته. گفته تا کل 66 تا فایل رو بررسی نکنه نمیتونه نداره. کلوچه اتیک ساندویچ. نه جدا سیرم. خب مجبورم امشب همه چی یه بار دیگه با آوار مرور کنم. این برای که اندرسون از دستمون نفرت خیلی آماده باشیم و آره به هوارد گفتم یه ترتیب بده که امشب دفتر بمونه. لعنتی همه این مصیبت هم باید امشب نازل بشه. خیلی خوب با هوارد بگو بره دفتر بگو بهش منم میام فقط بهش بگو میخوام تک تک 1400 تا فرم سال گذشته رو با هم بررسی کنیم و باید بری دفتر امشب؟ آره بابا چاره ای نیست دیگه میبینی که دوباره درگیر درصد این کامپیوتر لعنتی شدی. خب منم میام. چرا فقط یه سرویس مختصر میخوام؟ نه تو اون دفتر یه چیزی هست که باید حسابی سرویس شه. خیلی خوب خانم سختی‌تر شما یه زحمت بکش سنگ تاکسی بگیر برو دفتر. منم صورتمو یه اسکان کنم لیست ایمیل تقریبا تو میکشه میام خدمتتون. بله قربان. برنامه امشبتون رو هم نظر باشید. نه صبح که چشم به محاسبه خورد انتظارشو داشتم. خانم کنی ممنون بابت قهوه. خواهش میکنم. ولی تو حتما باید یه چیزی بخوری. اینجوری زحمت میکنی دراز به
حیف که برای الان شامپاین می آوردن. سام میشه دلیلشو بگم؟ چی رو؟ فکر نمی‌کنم گفتنش غلط باشه. آخه میدونی امشب سالگرد ازدواجم. آهان، سالگرد ازدواجتون مبارک. ممنونم. ما زندگیمون خیلی خوبه. انقدر که نمیخوایم با بچه دار شدن خرابش بکنیم. من فقط 32 سالمه. آدم دیگه چی از زندگیش میخواد؟ شراره خانم سخی‌طب باید برن، کار دارن. بازم ممنون بابت. نذار تا دیر وقت ازت کار بکشه. نه طوری نیست، آمادگیشو دارم. بازم ممنون. خواهش میکنم بعدم بیا هدیه‌ای که برم گرفتن نشونت بدم. حتما میام. چه دختر شیرینیه، نه سام؟ ببین شهر من جدا واقعا بابت امشب متاسفم و میدونی که دوست ندارم برم، مجبورم. چه دختر شیرین خوشگلیه. ببین چیز اگه الان برم شده دیر وقتم که شده برای شما میتونم برگردم. نگران من نباش. میدونی من فقط دلم برای تو میسوزه که به جای اینکه امشب رو راحت و آروم پیش من بگذرونی باید پاشی بری تو اون دفتر خفه دم کردن خودتو حبس کنی با صورت تراشیده وقتی تو صرف کار کردن رو قراردادهای کسالت آورت بکنی. خب من که نمیتونم با صورت نامرتب از راه را بیفتم برم بیرون. تام فوردت یادت نره وگرنه تو آسانسور راهت نمیدن. چی یادم نره؟ اتکلون شبت اگه بوی خوب ندی تاکسی گیرت نمیاد. ببینم تو چی میخوای بگی؟ هیچی. داشتم شوخی میکردم دیگه. شوخیام هم نمیگیری؟ نه. آره داشتم مسخره بازی در میآوردم که یعنی مثلا با منشیت رابطه داری. که اینطور اینجوری سام سختم خوشگله مشوقته. قرار مغز رضای خدا این حرفا چی میزنی؟ اگه اینجوری نباشه خیلی حرف مزخرفیه ولی اگه اینجوری باشه از اون سوالاست. این سوال اصلا ارزش جواب دادن داره؟ بگو دیگه تو خدا درم از کنجکاوی میمیرم. باش رابطه داری؟ تو هم حرفم باور میکنی. معلومه. نه رابطه ندارم. رابطه داری. ای بازم گیر دادا. حتی کنم همه سرد باشه خدا کنه تاکسی گیرم بیاد. اصلا میدونی اگه رابطه نداری هم بهتر بود رابطه میداشتی. خیلی دختر نایسی من تاییدش میکنم. خیلی ممنونم اینو بشنوم حتما خوشحال میشه. ببین چیزه الان باید برم. اصلا هم اینجوری نمون دیگه. میرم پایین ببینم یه نمایشی چیزی هست یه بلیتی برات بگیرم. کلا چیزی دلت هست بخواد ببینی؟ آره چیزی که یه ساعت دیگه بین تو و خانم سخی‌طب میگذره. این که واقعا بی‌مزه. چرا؟ خواستم باز رو کراس باشم که یعنی اگه تو این مرحله از زندگی دلت خواسته یه رابطه آروم و بی سر و صدا با یه دختر خوشگل جوون داشته باشی من درک میکنم. ببینم صبر کن. منظور چی تو این مرحله از زندگیت؟ منظورم کلا چیز مربوط به سنته دیگه. خواستم عددش رو بگم ولی تو زیر بارش نمیری. مردا تو سن و سالات کم کم ترس برشون میداره که دارن قدرت جنسیشون رو از دست میدن. اینه که کم کم میرن تو خط رابطه با زنای جوون و در رفتنای یواشکی. بالاخره 4 تا برنامه روانشناسی نگاه میکنن دیگه. الان من میخوام یه همچین رابطه‌ای داشته باشم باید از روانشناس اجازه بگیرم؟ اگه بخوای منم اجازهشو بهت میدم. من نه همچین رابطه‌ای میخوام نه همچین رابطه‌ای دارم. چرا داد میزنی؟ برای اینکه من سرمقاله خیلی خوشحالم از این بابت سام. خوشحال شدی حالا که فهمیدی در رفتنی تو کار نیست. معلومه خل و دیوونه که نیستم. دوست ندارم شوهرم همچین رابطه‌ای داشته باشه. فقط گفتم اگه همچین رابطه‌ای داری من درک میکنم. ببین شراره من الان باید برم کلی کار دارم. به 12 رو برمیگردم. 4-5 دقیقه برم باهات حرف دارم. باید برم تو دفتر کار دارم. دفتر دیر نمیشه. هرچی باشه من شریک قدیمی ترتم. ببین این آخری ما اصلا خوشحال نبودیم.
میدونم سر شلوغ بوده، شاید اصلا متوجه نشده باشی، ولی حقیقت داره. خب مشکلمون چیه؟ ما که یه خونه درندش تو بهترین جای شهر داریم، رفت آمدمون با دوستامون سر جاشه، بیشتر کارامون هم خدمتکار میکنه. دیگه مشکلمون چیه؟ چی کم و کسب داری؟ کاری بوده تو زندگی که من بتونم برات انجام بدم و تا حالا انجام ندادم؟ من یه جواب میخوام سام، میشه بهش فکر کنی و بهم جواب بدی؟ یه چند دقیقه که وقت داری. تو وقت داری شراره، نه من. مشکل چیه سام؟ اصلا مشکلمو میگم واقعا نمیدونم بتونی درک کنی یا نه. میدونی من تو مجردی تمام اون چیزی که آرزوشو داشتم این بود که ازدواج کنم، یه کار خوب داشته باشم، ماشین خوب، خونه، به پول. میدونی من کلا خیلی خوششانس بودم و همه اینا هم رسیدم. خب پس دیگه چی میخوای؟ میخوام همه اون چیزای لعنتی رو یه بار دیگه تکرار کنم. یعنی همه اونا رو از اول یه بار دیگه تجربهشون کنم. من فکر میکنم تو میخوای بذاری بری و نمیدونی چجوری بری. این حقیقت نداره. اینکه میخوای بذاری بری یا اینکه نمیدونی چطوری بهم بگی؟ چرا کلا همه بحثای جدیمون رو میذاری؟ حتی هم موقعی که من پام از ذره خونه بخوام بذارم بیرون. اگه اینجوره بهم بگو شراره این زندگی ارزش ادامه دادن نداره. ترجیح میدم اینو از خودت بشنوم تا بهم تکس بدی. میشه برگشتیم حداقل در موردش صحبت کنیم؟ نه، همین حالا باید راجع به این موضوع لعنتی حرف بزنیم. من نمیتونم تا نصفای شب تو اتاق هتل منتظر بشینم تا بفهمم آخر عاقبت زندگیم داره به کجا میکشه. اگه حرف تلخی برای زدن داری همین حالا قبل از اینکه پاتو از هتل بذاری بیرون بهم بگو. از قهوه چیزی مون؟ پس اوضاع خیلی خرابه نه؟ اینجا رو ببین دارم مثل بید میلرزه. خودت قهوه بریز. احساس میکنم تا چند دقیقه دیگه حرفایی رو بزنی که بعدش دیگه مثل قبل دیوونت نیسته. بیشاره من همین اول بهت بگم تو این 13 سال زندگی که با هم دیگه داشتیم ذره از عشق و علاقه من نسبت به تو کم نشده. ببین تو هنوزم زن منی، هنوزم دوستت دارم. خب افتادم تو حجه. این اصلا تقصیر تو نیست، اتفاقی که افتاده. آره من با اون رابطه دارم. الان یه 6 ماهی میشه. باور کن چند دفعه سعی کردیم تمامش کنیم ولی نمیشد. همش یکی دو روز دیگه دوباره شروع میشد. اصلا گفتن این حرفا چه فایده‌ای داره؟ تو راستشو می‌خواستی منم بهت گفتم. آره من با ساحل رابطه دارم. ساحل؟ ساحل دیگه خانم سخی‌تر. یه دقیقه فکر کردم 2 نفر. ببین شراره من اصلا تو این چیزا وارد نیستم. اصلا من نمیدونم باید چی کار کنم. فکرشم نکن خیلی خوب بود. الان اون قهوه‌ای که می‌خواستی می‌خوری دیگه نمی‌لرزم. این واقعا نمیدونم الان من باید چی بگم. تو که دیگه کارتو کردی، چی میخوای بگی؟ افرتو شروع کردی. منم که باید فکر یه چیزی باشم. ببین هر کاری تو بگی همون کارو میکنیم. هر کاری؟ آره اصلا پا میشم میرم گورم گم میکنم، اصلا میرم از دفتر رکش میکنم، رابطمو کلا مشخص میکنم، هر کاری. خب من ندیدن ساحل رو انتخاب میکنم. دیدی چه راحت بود؟ الان میتونیم خوب و آسوده برگردیم سر زندگی قبلیمون. امروز رو شانس نیستم، این قهوه هم سرد شده. قهوه سرد شده چیه؟ تو اصلا قهوه باید بپاشی تو صورت من، باید بهم بگی حرومزاده. حرومزاده! خواهر شکم چه جالب، یهو نظرت عوض شد. کی بود الان داشت 2 دقیقه پیش میگفت مردی به سن و سال تو باید سر گوشش به جنبه؟ از پنجره قشنگ به نظر میومد. وقتی تو خونه خودم باش مواجه شدم دیدم وحشتناکه. شاید این قضیه آرامت نکنه. من واقعا اصلا یادم نمیاد که رابطه چجوری شروع شد. فکر کن یادت.
میدونی 2 سالی بود داشت برای من کار میکرد. من تو اسم کوچیکشم نمیدونستم. باور من دیگه نگاهم بهش ننداخته بودم. باریکلا چه سربزیر. بشکن بابا. نه بگو میخوام بدونم. 2 سال بود داشت برات کار میکرد حتی اسم کوچیکش هم نمیدونستی. بعد یه شب که هر دوتاتون تا دیر وقت کار میکردی یه موهاتو ریختی تو پیشونی تو عینکتو زدی به چشمت و اونم گفت آقای کیانی شما چقدر خوش تیپی. دقیقا همینجوری. میخوای بگم فکر میکنم کی رابطه کوچولوی نکبتیتون رو شروع کردی؟ 19 جون بود روز تولدت. همزمان هم شاد و شنگول بودی هم بر خودت احساس تأسف میکردی. درست میگم؟ وای خدای من. احتمالاً هم تنها دلیلی که اون روز به خانه سختی تبگیر دادی بوده که اولین کسی بوده که جلوت ظاهر شده. اگه مریض بود و غیبت میکرد بعید نبود با آبدارچی شرکتت بریزی رو هم. بابا اشتباه میکنی. آبدارچی شرکت میگه من 52 ساله است. آره تو درست میگفتی. بهترین بحث رو بذاریم برای آخر شب. نه ببین الان که بحث کشیدیم به اینجا بس همه چی رو بریزیم رو دایره. تو می‌خواستی واقعیت رو بدونی منم بهت گفتم. من با یکی دیگه ارتباط دارم. به این قضیه افتخار نمی‌کنم ولی بگو الان ما چیکار کنیم؟ اگه از من میپرسی میگم خودکشی. ولی میترسم فکر کنی خودم رو میگم. یه راه دیگه هم میتونم پیشنهاد کنم. چی؟ بیخیالش بشی. بیخیالش؟ آره سام من درک میکنم. تقصیر تو نیست. فکر کنم بتونم تا تموم شدن این قضیه یه جورایی تحمل کنم. جز این چی کار میتونم بکنم؟ من بهت وابستم. حالا برو شب خوبی داشته باش. وقتی هم برمیگردی برام یه مجله بیار چون حالم از سریالای تلویزیون به هم میخوره. 13 سال دیگه هم باز زندگی کنم واقعا نمیتونم بشناسمت. اگه یه پیشنهاد قبول میکنم. با فوش بده. بس کن این تن دادم به هر چیزی که تو زندگی داره سرراه سبز میشه. محض رضای خدا حداقل یه بارم که شده باش بجنگ. اصلا نمیخوام منو درک کنی. تو الان باید از من متنفر باشی. دارم میگم من توی رابطه کثیفم. یه رابطه خیانت‌آمیز پنهانی. باشه. اگه تو رومانتیک جلوه دادن قضیه کمکت میکنه اتفاقا خیلی هم خوب بلدم. اصلا هم بلد نیستی. اصلا نفهمیده بودی من سر گوشم میجنبه. شک کرده بودم. تو 3 شب تو هفته تو دیر وقت کار میکردی ولی ما پولدارتر نمیشدیم. عجب. حالا هم که فهمیدی احتمالاً میخوای دعای خیرتو بعد رقم کنی. دعای خیرم نه فقط اجازم. هرچی بشه زنتم. مادرت که نیستم. وقاحت داره. تو عمرم همچین چیزی نشیدم. ببین به خاطر این فریاد بی صداتم که شده عادیه هیچ احترامی برات قائل نیستم. چیه؟ دارم از حس مطبوع گناهکاری محرومت میکنم؟ میخواستی از کوره در برم و کتکت بزنم؟ خب معلومه باید حداقل یه جوری به روم میآوردی. من اصلا نمیفهم تو چرا قاطی نمی‌کنی نمیری سراغ یه وکیل. باشه اگه راضیت میکنه تو یه موجود کثافت بوگندویی مثل قالب پنیر کپک زده بو میدی. تو خالی متقلب خودشیفته‌ای. چطور بود؟ مره که بالاخره به یه جایی رسیدیم. آره تو اینجوری دوست داری. اینجوری همه چی برات خوب و راحت پیش میره. مثل یه شوهر ستم کشیده یه درک نشده پاتو از این در میذاری بیرون. ولی کور خوندی. من مطابق میل تو رفتار نمیکنم. حرفمو پس میگیرم. پیشی کوچولو وقتی بره خونه بهت شیر و شیرینی میدم. الان داشتی میگفتی ولش کنی بحثا رو. 13 سال آزگار متقلب خودشیفته دیگه چی؟ دوست داشتنی. آدم با حرفش رو تو دلش نگه داره. شاید این کارو نکن با من. دست خودم نیست نزنه با گذشتیم. میداری رسما از خونه بیرونم میکنی؟ همیشه تو گاراژم برای جا دارم. من پامو از این در بذارم بیرون دیگه خونه بر نمیگردم و برمیگرد. کجا اینقدر مطمئنی؟ برای اینکه قطع چشمش رو یادت رفته. ببین تا نرفتم فقط یه چیزی بهت بگم. تو احتمالاً هر چیزی در مورد من فکر می‌کنی واقعیت داره. احتمالاً که نه، حتما واقعیت داره. ببین جنس من از همون اولش هم خورده شیشه داشت. اصلا توقع بخشش ندارم. ولی من میبخشم. بذار حرفمو بزنم. من از تو توقع بخشش ندارم. ولی ازت یه خواهش دارم. ببین ازت میخوام با تمام وجدان و فهم و شعورت تو این داستان ساحل و مقصر ندونی. باشه. برایش یه هدیه خوب میفرستم.
اون اصلا از اولش هم راضی نبود، از وجدان داشت. من بودم که اصلا رابطه رو بهش تعمید کردم. چیه 1400 تا به چشم نمیاد، ولی من با پرونده خودم مقایسه کردم، رقم دقیقش رو در آوردم که میشه 640. تو هم مثل من میفهمی که این یعنی تو اتاق 640 میبینمت؟ واقعا حرفم باور نمی‌کنی؟ باور نمی‌کنی میگم دختر نجیبیه؟ نجیب از نظر من تو معنی متفاوتی میگه. ببین اگه اینا افاضات روانشناسی حقیقتالیه که مثلا همه چیزو برای من سخت‌تر کنه، باید بگم کور خوندی. هیچی برای من سخت‌تر که نمیشه، هیچ همه چی هم برام داره آسون‌تر می‌کنه. خب تو همه چیزو اینجوری دوست داری، خوب و راحت. حتی برای افرت هم تحمل سختی نداشتی. منظورم اینه میشه به خودت زحمت بدی روی دختر بیرون دفترت دست بذاری، ولی به جاش خانم سخی‌تر میشه بیاین تو با من رابطه داشته باشی؟ جدی میگه. ببین مجبورم نکن یه چیز خوبی در مورد اون تعریف کنم و دست خودم نیست، ناامیدم کردی با این روش پیش پا افتاده بدون ابتکارت. بابا خب از اون چه انتظاری داشتی؟ می‌خواستی مثلا خلبان F35 باشه؟ همه با شوهرشون میریزن رو هم، همه. من شوهرم بیشتر از اینا انتظار دارم. واقعا باورم نمیشه یه اون با یکی زندگی کنی هنوزم نشناسیش. خوبه بابا برو پی شیطنتت. تو سن و سال تو یه ساعت هم یه ساعته. ببین شهر قبل اینکه برم فقط یه چیزی بهت بگم. تو این 13 سالی که با دارم زندگی میکنم هنوزم نمیتونم ازت چشم پوشی کنم. ببین به نظر تو ظاهر فرقی با زنای دیگه نداری یا، ولی این اطمینان رو بهت میدم کلا هیچ موجود دو پای دیگه ای نیست که چه از نظر ریخت و قیافه چه از نظر هیکل بشه با تو یکی مقایسهش کرد. خب اگه انقدر مرکم که تو میگی پس چرا با منشیت رو هم ریختی؟ لعنت به من اگه بدونم. من هنوزم دوتا انتخابمو دارم. اگه اینطور انتخاب من اینه ساحل رو درکش کن. میخوام اینجا بمونی امشب رو با من سر کنی. در غیر این صورت فکر میکنم باختم. امشب رو نرو دفتر پیشم بمون. خواهش میکنم. شهر قسم میخورم میشد کاش میشد به گذشته برگردیم. همون گذشته که واقعا هیچ مشکلی با هم دیگه نداشتیم. خب شاید تونستیم. همون کاری میکنیم که تو گفتی. به هم دروغ میگیم، فقط حرفای خوشایند میزنیم. میگیم که خانم سخی‌تر وجود نداره، کسی بیرون از اینجا منتظرت نیست. منم فقط 27 سالمه. چی میگی؟ امشب نمیتونم. باشه برای بعد. کی؟ نگران نباش. من عاشق سورپرایز. این شامپاین، اینم 2 تا گیلاس. ایشون برمیگردن؟ با مزه است که تو همین سوال داری. اصلا چه ولی خوبه چون نمی دوتا داریم فهمیدی ولی خوبه بازم اوکی ولی خوبه با چیزی تو لیلی ولی خوبه این که زدیم تیرش اصلا جیلی ولی خوبه همین که گفتم قیب شدن هیچ جای دیگه این نمونده که نگشته باشی. همیشه یه جای دیگه هست که بشه. مثلا کجا؟ مثلا مثلا خونه. ممکنه بیکتار توی خونه جا گذاشته باشی. خونه؟ خیلی خوب تو برو خونه رو بگم منم اینجا رو میگردم. ببین دق و دلیس سر من خالی نکنم مالی. هر وقت همچین اتفاقی میفته دق و دلیس سر من خالی میکنی. من میشه بدبختی اون بلیط ها رو گیر آورده بودم. 2 تا بلیط صندلی 2 توی وی آی پی باشه آدم پولدارا. اینجا آدمش از سرشون بلند نمیشن هیچ کس مزاحم دیدمون نمیشد. حالا چرا همه لباسا رو از چمدون ریختی بیرون؟ الان لباسای من با لباسای تو قاطی شدن. چیه؟ نه فکر کنم شاید این چمدون ما نباشه. چی میگی؟ اینا لباسای خودمونه دیگه. شاید ما همه از همین لباسا میپوشن. دفعه آخره با این هواپیمای کوفتی پرواز میکنم. تو کنترل خودت از دست دادی. آره کنترل خودم از دست دادم. کدوم آدم معقولی میتونه کنترل خودش از دست نده توی این موقعیت؟ مگه من چیم؟ بوداییم؟ استاد مدیتیشنم چیم؟ ببین سر هواپیما ورودی هتل لباسا و جیبای خودت داد کشیدی.
میرم پایین یه چایی بخورم تا تو به خودت مسلط بشی. تویی که همچه از میره ماشینتو کجا پارک کرد یا نه من؟ خیلی خوب. آقا ما اومدیم تو پادوی هتلم، پشت سرمون اومد، چمدونا رو گذاشتی اتاق خواب. و من با خودم فکر کردم که چه کنم، ببینم همه چی سر جاش هست یا نه. جیبای شلوارم گشتم، کیف پولم سر جاش بود، پولامم بود، کلیدامم بود. و رفتم سراغ جیبای کتم. پاسپورتا، بلیطای هواپیما و بلیطای تنیس. نه، بلیطای تنیس سر جاش نبود. خیلی خوب، کجا میتونن باشن؟ بلیطای تنیس کجا میتونن باشن؟ من بلیطای تنیس رو چیکار کردم؟ نمیدونم، نیستن، غیب شدن، گم و گور شدن، خنگولاغ خط. شت. وای، لامصب. این از اون ناجوراشه، از اون سفته‌ایا، از اونها که باید جراحی بشه، از اونها که باید با باکر را برم. حالا مجبور بودی به این چای بخوریم ها؟ این چقدر طول میکشه یه چایی رو بیارن؟ تا اون موقع باید من اینجا مثل یه دو دستانه کوفتی بمونم. آنی، بهت احتیاج دارم. کجایی آنی؟ شت، چهارمت با اون فاصله. صبر کن دارم میام. قرد نکن، تو رو خدا. نتونستی صبر کنی ها؟ میمرده اگه یه زنگ دیگه میزدی؟ صبر کن دارم میام. قرد نکن. شت. الو، تلفن چی؟ من از اتاق 444. بله متشکرم، تماس میگیرم. من یه مشکلی برام پیش اومده، کمرم در رفته، به یه دکتر احتیاج دارم. دکتر کمر، دکتر ستون فقراته، متخصص ستون فقرات تحتانی. به پارتنرم هم همینطور، به پارتنرم احتیاج دارم. رفته طبقه پایین یه جایی چای بخوره، یه لباس راه زرد و نارنجی تنشه. لطفا بهش بگین که من به زانو در اومدم و نمیتونم حرکت کنم. خودش متوجه میشه، سابقه‌شو دارم. فقط لطفا عجله کنین. ممنون. چرا تلفن تو هتل اینقدر بالا میذارن؟ الو؟ نه خیلی ایشون اینجا نیستن. کی باشون کار داره؟ پارتنرشون که منم. گفتم رفته طبقه پایین یه جایی چای بخوره، طبقه پایین. ببخشید من دیگه واقعا نمیتونم. آنی؟ تویی؟ من اینجا کف اتاق. کلید که داری؟ کلید نداره. سشوار اتومو داره ولی کلید نداره. در زدن کمکی نمیکنه، این فقط کلیده که میتونه کمک کنه. خانم راشد، عرب خابوری تلک آبادی هم مدیر هتل، میتونم بیام تو؟ من اینجا هم کف اتاق. ای وای، ببخشید، واقعا متاسفم براتون. فکر کنم خیلی اذیتین. آره کمرتونه؟ بله. من شنیدم شنا واسه کمر خیلی خوبه. یادم نبود مایه با خودم بیارم. بله. البته اینجا از این اتفاقا زیاد میفته ها، اونم بعد پروازهای طولانی. ولی شما اصلا نگران نباشین. الان دکتر نواب صفوی تو راهن. ایشون تو همه چیز یه جادوگره به تمام معناست. نواب صفوی؟ بله، یه بار رئیس کنسولگری ژاپن اومده بودن اینجا، بعد کمرشون بردی پیچ خورده بود. به دکتر گفتن کمرشو عین روز اولش کنه. دکترم به 3 تا از دستیاراش گفت بشینن روی کمرش. بعد خوب شد؟ بله، ولی دنده ها شکست. آخ
حالا بگذاریم، میدونم الان وقت مناسبی واسه گفتن مشکلاتمون نیست، ولی من همین الان همه چیزو راستوریست میکنم. قول میدم نظر شما هم جلب بشه. خانم راشد، اشتباه از ما بوده، من شخصا مسئولیتشو به عهده میگیرم. چه اشتباهی؟ اتاقا دیگه، جابجا شدن اتاقا. چه جابجا شدنی؟ بگم بهتون گفتم قرار بود باهاتون تماس بگیرم. شما احیانا یه تماس تلفنی نداشتین؟ یه تلفن داشتم که تو چند میلیمتری از دستش دادم. یه دونم خودم زنگ زدم که دنبال دکتر میگشتم. بله خب اشکال نداره، خودم بهتون میگم. میدونین واقعیتش اینه که این آقای حاوی کارمند جدیدمونن، این سویتو اشتباهی به شما دادن. آخه میدونین ما خیلی سرمون شلوغه این ویزا به خاطر مسابقات تنیس، اینقدر که اصلا خودم موندم و چجوری بیشتر از این قاطی نکردیم. خلاصه سویت شما سویت 244 بوده، ولی خب الان چون با توجه به این وضعیت فکر کنم یکم دور باشه، من یه هماهنگی ماهرانه دادم که سویت 422 رو بهتون بدیم. انتهای همین راهرو از اینجا هم بزرگتره. خوشتون اومد؟ انتهای راهرو؟ خانم عرب خابوری، آخه عرب خابوری تلک آبادی. خانم عرب خابوری تلک آبادی، اگه دقت کرده باشید من دارم از کف اتاق با شما صحبت میکنم. کف اتاق تنها چیزیه که مانع این شد که من سقوط کنم توی لابی. نه ما که نمیذاریم شما به زحمت بیافتین، خودمون وسیله‌هاتون رو جمع میکنیم میبریم. یعنی میخوایم بگین که وسایلم میرن اتاق 422 در حالی که خودم تو اتاق 444م؟ نه ما براتون ویلچر میاریم. خانم عرب خابوری تلک آبادی، واقعا نمیبینین که تنها چیزی که من میتونم تکون بدم لبامه؟ فکر نمیکنم بتونم بشینم روی ویلچر. در واقع تنها جوری که بتونم اینه که ویلچر رو ببرین طبقه پایین تا سقف بیارینش بالا و سقف با سرعت از زیر من بکشین تا من بیافتم روی ویلچر. مشکلیه واقعا. آخه میدونین چیه؟ اینجا از اکتبر پارسال واسه خانم گوهر خیراندیش رزرو شده. ایشون قراره بیان اینجا نقشه خانمی رو بازی کنن که 12 سال پیش تو همین اتاق خودکشی کرده. شما خانم خیراندیش رو میشناسین؟ بله، تو فیلم فروشنده اصغر فرهادی ایشون محشر بودن. ولی ایشون تو این فیلم نبودن. خب حالا بگذاریم، ایشون الان تو لابی نشستن دارن چای میخورن. من براشون مشکل اتاقا رو واسهشون توضیح دادم و باید بهتون بگم ایشون با صبر و متانت تمام گوش دادن. نمیشه ایشونو ببرین یه سویت دیگه؟ خب الان دیگه سویت دیگه یا خالی موجود نیست. خانم عرب خابوری تلک آبادی، اگه بتونین بولبرینگای از جنس مخمل زیر من کار بذارین من با کمال میل سر میخورم و میرم تو اتاق 422. ولی تا وقتی که دکتر نیومده من عضوی از این اتاقم. بله خب پس صبر کنین دکترم بیاد نظرشو بده، منم میرم این مشکلات شما رو براشون شرح میدم. نمیشه ایشون رو ببرین اتاق 422؟ نه خانم راشد، ساخته کاراکتر خیلی کار سختیه. ایشون باید حتما بیان تو حال و هوای همین اتاق قرار بگیرن بتونم اون کاراکتر رو خلق کنم. شماره در اتاقا رو عوض کنین. این یه خیانت بزرگ به صنعت سینماست خانم، من هرگز اجازه نمیدم. ایوا فکر کنم دکتر باشم. چی گفتم؟ میبینی وقتی کنترل از دست میدی چی میشه؟ آخه ما چند دفعه بعد این مصیبت رو تحمل کنی؟ خانم عرب خابوری تلک آبادی، ایشون پارتنر من هستن، خیر سرشون هم روان درمانگره. خوبین؟ عرب خابوری تلک آبادی هم مدیر هتل. دکترم هر لحظه ممکنه سر برسن. دکتر؟ نواب صفوی. بله. چیز دیگه هست من بتونم براتون فراهم کنم؟ اگه ممکنه بلیط‌های تنیس، ما بلیط‌های خودمون رو گم کردیم. ای وای. خب اگه بلیط‌ها هنوز تو همین اتاق باشن من میتونم پادو رو بفرستم براتون پیدا کنه. آخه میدونی اون تو پیدا کردن مهارت عجیبی داره. پارسال 12 تا لنز چشم پیدا کرده. میتونم گوشی رو بردارم؟ من میرم پرسا رو بیارم. اینجا رو چرا این شکلی کردی؟ الو چه عالی، بفرستینش بالا. ایوا خاک به سرم. ایوا خب بعد متاسفانه بگم که خانم خیراندیش کم کم داره حوصله‌شون سر میره، ولی میدونی دکترم تو راهه. اصلا به خودتون سختی ندین، سرخم نکنین، دکتر داره میاد. سر بالا زهر مار. ببخشید.
قضیه این خانم خیراندیش چیه؟ همون ستاره سینما تو فیلم اصغر فرهادی ایشون محشر بودن. گوهر خیراندیش. بله خب من جو اتاق اونه. یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم با گوهر خیراندیش هم اتاق بشیم؟ اسکه آره. خیلی خب حالا بیا دارو تو بخور. داروست میخوری؟ پرکوست یا پرکودان؟ یه دونه داروست میخورم. یه دونه پرکوست یه دونه پرکودان. خب اینجوری که تا ماه فوریه هم اینجا میخوابی. بیا یه دونه پرکوست بخور. سب کن برم آب بیارم. نشه آبیاری؟ میمردی اگه آبیاردی؟ عجله کن صبورم داره فرد میشه. شاک عجله کن داره فرد میشه. قطعا تو بیارم چرا نیارم؟ هیچ وقت سر کسی که کنارش گرفته رو بلند نکن. نمیشه. ببین باید یه چند قطره آب بچکنم تو دهنت. آماده باش. قول دادی؟ آره ولی قرص گلوم گیر کرد. بیا بیشتر آب بخور. نکن باید میشم. خب پس بذار اونجا بمونه خودش حل میشه. دکتر نواب صفوی. سلام خانم، من پیش خدمت اینجام. اسمم گلبرگه ولی قرار بود اگه پسر بشم اسممو بذارن عباس. خانم عرب خوابودی طلب آبادی من فرستادن دنبال بلیطای تنیستون بگردم. لطفاً اونجا دنبال بلیطا بگردی. بله خانم. در بازه بفرمایید. نمیخواستم مزاحم استراحتتون بشم. سلام خانم، من دکتر نواب صفوی هستم. سلام من آنیام، اینا پارتنرم مانی. شما این که کمرتون مشکل پیدا کرده نه؟ آره نمیتونه تکون بخوره. نمیتونه تکون بخوره حسابی به فنا رفته. بله وقتی که ناراحت بشه این اتفاق میفته. متوجهم. میتونه حرف بزنی؟ بله میتونه عزیزم با دکتر حرف بزن. منتظرتون بودم که منو از این گرفتاری خلاص کنیم. خب پس حسابی آماده این نه؟ ببینید کاملا میدونم چه حسی داری. خودم هم دچارش شدم، اونم بارها و بارها. خیلی حس رو مخی. خانم من یه صندلی نیاز دارم، پشتش صاف باشه، نشیمنگاهش هم سفت سفت. فکر نمی کنم بتونم بشینم روی صندلی. برای خودم میخوام خانم. ببینید به این فکر کنید که اوضاع میتونست از این خیلی بدتر هم باشه. مثلا الان اون بیرون هوا گرم و شرجی و آفتابی، ولی از این چون بسیار خنک و مطبوع. متشکرم. خب پس اجازه بدید من یه نگاهی بندازم. خودتون رو شل کنید و به من اعتماد داشته باشید. به من اعتماد دارید؟ بعد از اینکه پامو بلند کردیم بهتون میگم. باشه حرفی نیست. پس هر وقت احساس درد کردید لطفاً به من بگید شروع کنید. 1 2 3 عالی بود. خب خانم دردتون چطور بود؟ یعنی وقتی که پامو بلند کردی؟ بله. عالی توصیف دادید. بهم بگید ببینم شما کلا تحملتون موقع درد بالاست یا پایین؟ موقع درد بالاست ولی موقع پا بالا آوردن پایین. اصلا من عاشق طنز ما ایرانیم. خیلی کمیک ولی همراه با یک رنج و ناامیدی. بالاخره هرچی باشه ما خونه آریایی تو رگ من که تو رگ من فقط پرکوست. خب ببینید خانم ما که نمیتونیم شما رو اینطوری به حال خودتون اینجا رها کنیم. میتونیم فکر میکنید من و خانومتون منظورم همین پارتنرتونه بخوام شما رو بکشونیم ببرید تو اتاق بزنید تو تخت بتونیم این کارو انجام بدیم؟ نمیشه یه آمپولی چیزی بزنی که بیهوش شد؟ چرا؟ اونم میشه؟ چرا نشه؟ فقط یه مشکلی هست. اگر شما بیهوش باشید و ما شما رو در حالت بیهوشی بکشونیم ببریم و شما نتونید به ما بگید که داریم خارج از ظرفیتتون عمل میکنیم، ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ ممکنه صدمه‌ای به شما وارد بشه خانم که مادام العمر جبران ناپذیر باشه. البته من اصلا قصد ترسوندن شما رو چون کمم نترسوندی. خانم راشد کار من تموم شد. بلیطا رو پیدا کردی؟ نه ولی یه لنز چشم پیدا کردم. راهش رو پیدا کردم. شما هیکلتون ریزه میزه است ولی خب یه کمی بد دسته. جوون بیا اینجا کمک. الان میگم میخوایم چیکار کنیم. ببینید ما شما رو آروم میکشونیمتون سمت اتاق، بعد بلندتون میکنیم میذاریمتون روی تخت.
چیزی هست که نگرانش باشی؟ خیلی چیزا. همه اینه که گفتین نگرانم میکنه. من ایشون فقط میخواد کمکت کنه. یالا شروع کنیم. چونشو بگی؟ حتما خیلی دردم داره؟ بله، شک نداشته باشید اصلا. شما قبلا هم کارو کردین؟ چرا شما اینقدر نگرانید خانم؟ ببینید حدود 54.4% ما ایرانی‌ها همینطوری یهو میافتیم میمیریم. به دلیل پوچ و گاهی، استرس، نگرانی، بیپولی نداری. ولی البته شما اصلا نگران نشید. خوب میشه. خب حالا بلندش میکنیم. حاضر؟ تا چند تا دکتر بگید تموم شده. یه نفس عمیق، اصلا توقف نکنید. 1 2 3 دکتر هرش داده. دکتر جادش. دکتر هرش داده. الو؟ نه ایشون پارتنرشون رو پیدا کردن. من اینجام. بله پیدا کردن. من اینجام. حالا چی کار کنیم؟ سوال خوبیه. خودتون چه پیشنهادی دارید کنید؟ من همینجا میمونم، شما میتونید به راهتون ادامه بدید. منم با ایشون موافقم. به نظرم اجازه بدیم ایشون الان میگم اینجا استراحت کنه، من شب برمیگردم معاینه‌شون میکنم. فقط قبل رفتن یه چند تا کار میگم، اونا رو انجام بدید. یکم لطفاً به راست بچرخید. آروم. حالا به چرخ. حالا به پشت بخورید. خیلی خوب کارش انجام داد مگه نه؟ عالی. اگه اینا رو میتونستم به سگم هم یاد بدم دیگه فوق‌العاده میشد. خب حالا اجازه بدید قبل از رفتن من پایین کمرتون رو معاینه کنم. شما اصلا تکون نخورید. حسابی شل شده. خیلی خوبه. عالی. خب دیگه من برم با اجازه. خانم مشکل اینه که من دیگه خودم هم نمیتونم باشم. بذاریم کمکتون کنم. چرا؟ اصلا به من دست نزنید که در رفته خانم، در رفته. کمک میتونیم بکنیم؟ نه. منو همینطوری اینجا به پشت بخوابونی. اصلا تکونم نگید. دردش وحشتناکه مگه نه؟ آروم آروم خانم آروم. خانم فامیلی شما چی؟ بله خانم راشه. لطفاً با راهنمای هتل تماس بگیرید، بگید با همکار من دکتر فرانکشتاین زنگ بزنم فوری بیاد اینجا. الو راهنمای هتل؟ میشه دکتر فرانکشتاین رو بگیرین؟ ممنونم. چیز دیگه میخوای؟ بله خانم چند تا آسپرین لطفاً. ضمن اسم همکار من فرانکشتاینه خانم، فرانکشتاین نیست. من در باز میکنم. سرم خورد به جمعه کمک‌های اولیه. دولت خانم یه نگاه بندازم. بذارش سرم پیچ میره. ایوا فکر کنم بعد موقع مزاحم شدم. خانم راشد دکتر هنوزم معاینه‌تون میکنه؟ من دیگه هممون تو نوبتی. خب من خبری فوق‌العاده‌ای براتون دارم. خانم خیراندیش رفتن اون سویت رو دیدن و بعد بگم که از اونجا بیشتر از اینجا خوششون اومد. واسه همین شما دیگه زحمت جابجایی ندارین. بله. ایوا یه خبر فوق‌العاده دیگه. وقتی خانم راشد داشتن از لابی میرفتن بیرون، یه چیزی از کیفشون میفته و خانم خیراندیشون رو برمی‌دارن و متوجه میشن که اون بلیطای شما بوده. تو که من بودم. التماس کرده بودم که کیفتو میگردی. بلیطا پیدا شد. پاشو بریم. بلیطا پیدا شد. خب میبینین دیگه هیچ مشکلی وجود نداره. همه چیز تحت کنترله. خب من دیگه برم.
اصلا نفهمیدم چی شد. دوباره خالی شد اتاق لعنتی دلگیر. البته خالیش هم بد نیست. بهتر از پر شدنش با آدمای خالیه. آدم خالی اصلا خالی ترت میکنه والا. راستی دیشب خواب بابامو دیدم. نگاه کرد و گفت گل برگم. گفتم بله بابا جون. گفت مهم نیست زندگی چقدر بزرگ باشه. گفت اگه یه اتاق کوچیکم هست یه کاری کن همیشه پر باشه، پر از چیزای کوچیک قشنگ، همون چیزای کوچیکی که هیچ وقت نمیبینیمشون ولی خیلی قشنگن. راست میگفت. آدم 4 تا گلدون خوشگل گوشه اتاقش بذاره اصلا دلش وا میشه.